درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خویش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مردهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر میهن پرستان و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز کارمون خواهش میکنم از همه شما همیهنان عزیز لطف و محبت بفرمایید. مثل همیشه تنها سنگر باقی مانده، تنها خانه باقی مانده رو مثل همیشه لطف کنید و نگه دارید. خیلی هم از همه شما عزیزان سپاسگزارم. تا یادم نرفته یه سری از شما عزیزان برای من توی کانال تلگرام پیام گذاشتید، بعد عکس فرستادید، ویدیو گرفتید که به مناسبت تولد بی پرستوی عزیز، البته دستتونم درد نکنه، من به ایشون هم هنوز نگفتم، یعنی وقت نبود واقعا، و حالا تا برایشون هم بفرستم این چیزایی که عزیزان فرستادن، که عکس گرفتن، مثلا کیکی گرفتن، شمع گذاشتن، تولد گرفتن تو خونه برای بی پرستو،
که بعد به من گفتن پخش کنید تعداد زیاده و در حال این چیزایی نیستش که من در این فرصتی نیست واقعا برای این چیزا، ولی به هر حال من خودم شخصا ازتون سپاسگزارم از طرف ایشونم که حالا فردا برنامه دارن خودشون میان و خواهند گفت، چون من براشون میفرستم. به هر حال ببخشید اگه پخش نمیتونیم بکنیم، شرایط طوریه که من با اینکه الان یه 2 هفته است واقعا حالم هم زیاد مساعد نیست، آلرژی و به هر حال حال مناسبی ندارم، ولی نمیتونستم چیز بشه. اگر شرایط الان وضعیتی که الان من دارم میبینم مثل چند هفته پیش بود، حقیقتش 2 هفته رو نمی اومدم یا شاید هم تا 3 هفته، ولی مجبوریم دیگه باید بیایم و با همه مشکلاتی که داریم بیایم و در خدمتون باشیم. اما نقاشی عزیزانمون رو با پیامایی که بچه‌ها فرستادن تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، بعد بریم و کار رو آغاز کنیم. هر روز فرقه تبهکاران در درون کشور دارن، حالا ما اون چیزی که داریم میبینیم، این گروه داره اون گروه رو لو میده و هر روزم داره به اصطلاح فشار مردم بر اراذل و اوباش داره اضافه میشه. خب فقر و این گرانی نمیشه، اسمش هم نمیشه دیگه گرانی، اصلا معلوم نیست چجوریه، این افسار گسیخته است دیگه. و فرقه تبهکاران واقعا کاری از دستش بر نمیاد، چون مدیریت ندارن، یه مش دزد و جنایتکار نشستن. بعد رئیس جمهور فوق العاده بی سواد احمقشون بعد به خودش میگه من پزشکم. وقتی محمود احمدی نژاد بهش میگن دکتر، وقتی این تنلشو میان خارج از کشور القاب دکتر میگیرن از شهر نیویورک، خب اونا هم میشه پزشک دیگه. وقتی خمینی میشه امام، اون لواطکار، وقتی علی شیره‌ای همون منصوری میشه امام خامنه‌ای، یعنی دیگه من چند وقت دارم بهش میگن امام خامنه‌ای، خب دیگه حتما اینم پزشکه و احمدی نژاد هم چیز دیگه. محمود مشنگ هم دکترا داره، مگه بهشتی نمیگفتم، گفتم دکتر بهشتی. به هر حال این گروه افتاده به جون اون گروه، هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد چون مدیریتی نیست. اصلا میخوان چی رو درست کنن؟ چه چیزی رو قراره درست بکنن؟ تورم رو درست کنن؟ آخه مگه تورم مگه آبگوشته که بگی که باید اینا رو بریزیم تو هم به هم بزنیم این بشه آبگوش؟ یه تیم متخصص میخواد، یک اقتصاددان آلمانی هلندی داشت تو تلویزیون آلمان صحبت میکرد راجع به ایران، عراق، سوریه، لیبی، به هر حال این کشورهایی که اینجوری به هم ریختن. بعد قسمت ایرانش که رسید یه حرفی زد که من یاد حرف خودم افتادم که به شما عزیزان گفته بودم که چند سال پیش، من همینطور واقعا هم فی‌البدایه گفتم، فی‌البدایه نه که الکی چیزی گفتم، واقعیته، هر آدمی که یه ذره عقل داشته باشه مشخصه. گفت یک نیروی 50 تا 70 هزار نفره، خوب گوش کنید ها، یک نیروی متخصص 50 تا 70 هزار متخصص در همه امور، اقتصادی، پزشکی، اجتماعی، روانشناسی، سیاسی، همه چی. یک گروه نخبه 50 تا 70 هزار نفری میخواد که ایران رو بتونن کنترل بکنن و بعد از کنترل شروع کنن به ساخت و ساز. و چه عجب یه جمله‌ای رو گفت که ایران برگرده به 1979. خدا پدر هزار پدرت بیامرزه که اینو حقیقتا گفتی. و یعنی بخواد یک کشوری صاحب یک پلیس نیرومند سالم باشه، صاحب یک ارتش نیرومند قوی باشه که مرزاشو حفظ بکنه و دنیا روش حواسش باشه به این حمله نکنه، بعد اقتصاد پویایی داشته باشه، جوانایی که بیکارن اینا جذب به محیط کار بشن، بازنشسته ها با حقوق خودشون بتونن زندگی بکنن، اعتیاد جمع و جور بشه، یک فضای نرمالی در کشور به وجود بیاد که مردم دیگه از صبح تا شب با اضطراب و با استرس و
با وایچه کنم زندگی نکنن، هوا خوب بشه. امروزی که دوستان من برای من از تهران از هوا از آسمون یه عکس گرفته بود، من از یه بابتی خیلی دلم سوخت. حالا خدا کنه عزیزمون برنامه رو نبینه ولی حتما میبینه. نوشته بودش که امروز آسمان تهران رو دیدم، یاد قدیم افتادم که غروب میشد، با هم مثلا تو محل را میرفتیم گفتیم چه غروبیه. یعنی کار به جای کشیده مردم دلشون برای یه آسمان آبی و برای یه غروب کردن آفتاب که نارنجی میشه اون تنگ غروب. بعد گفت بارون اومد، من رفته بودم وایسادم تو حیاط زیر بارون، نه اونطوری خیال کنی شور و شور بارونا، بارون بود به هر حال، همه بارون. پیش خودم گفتم آخه بی شرفا ببینید مردم به چه روزی انداختید که آرزوی مردم اینه که آسمون رو ببینن. بعد میگفتن زمان شاه دیگه ستاره ها رو تو تهران نمیشد، هر چی بی شرفات دهنشون در اومد، هر چی تهمت بود، انگار شاه مقصره. خب بابا مملکت داشت صنعتی میشد، تهران شده بود انبار ماشین، هر ماشین ارزون بود میرفتن میخریدن، 50,000 تا 100,000 تا تاکسی بود، اتوبوس بود، هنوز مترو راه نیفتاده بود. با همه این شرایط ما توی خیابونمون تو محلمون کوه دماوند رو میدیدیم، برف تهران میومد، شمرون که هیچی واقعا. یعنی شما واقعا از میدون بله دیگه، بله میدون ونک، حتی میدون ولیعهد میتونم بگم، با زنجیره چرخ باید میرفتید، چون نمیتونید خیابون پهلوی رو بری به سمت شمرون جاده قدیم، شما نمیتونید راحت بری به سمت تجریش، برف بود توی محله های ما. وقتی ما بچه بودیم خیلی دوست داشتیم بریم برف پارو کنیم، یعنی برف اگر پارو نمی‌کردی ساختمون و سقف خونه رو میآورد وسط پایین، گفتیم سریع بریم پارو کنیم چیز نشه. تازه اون ساختمونا، اون چیزی که داشت، اون قدرتی که ساختمونا داشت، چه برفی بود. ما این خیابون رو وقتی تمیز می‌کردیم فقط به خاطر اینکه یه ماشین بتونه رد شه، کوچه ها اصلا یه چیز عجیبی من به شما میگم از برف. از ماه آذر و دی و بهمن، بله مسابقات فوتبال تعطیل میشد، یخ میزد زمین، چیزا میرفتن تو به اصطلاح سالن بازی میکردن و که سر مردم گرم واسه سرگرمی بریم بازی سالونی ببینیم، نمیشد بازی کرد. بارونایی که تهران میومد چند ثانیه وای میساد خیس میشد. خب اون برف و بارون چی شد؟ مگه آسمون عوض شده؟ نه. مگه جو عوض شده؟ نه. خب آلمان درست الان یه چند سال یه برف نمیاد ولی زمستون خودشو داره، سرمای خودشو داره، بارون خودشو داره، برف هم اون جایی که باید برف بیاد میاد. حالا در سطح عموم مملکت برف چیز شده، خب خیلی کم شده، ولی شما هنوز اینا اسکی میرن، سوئیس، اتریش، جنوب آلمان. بی پدر و مادرها مدیریت نیست، مملکت رو نابودش کردی، چیزی برای ایران باقی نذاشتی که مردم آرزوشون این باشه آسمون ببینن، نفس دیگه نمیتونن بکشن. خود بیشرفشون داره میگن سالی 30 تا 50 هزار نفر فقط تو تهران داره میمیره، یعنی رسما دارن نسل‌کشی میکنن. بعد از افغانستان و عراق و این ور اون ور یه مش یک و جونور اصلا ممنون این پدر و مادرها کیان ریختن نگاه مملکت ویله است. بعد به اینا لباس پوشوندن، شدن بسیجی و پاسدار و استخدام شدن. الان هم که اومدن اعلامیه دادن بیرون به جوونا گول نخورید. نمیدونم ارقام درشتی هم گفتن، ماهی نمیدونم $2000 بهتون میدیم بیاید برید عضو ارتش روسیه بشید، با هواپیمای مجانی سوار میشید میرید نمیدونم فلان جا، 7 روز هفته هم تمرین دارین، کلاس زبان دارید، ازتون کماندو بسازیم برای ضد شورش، برای نمیدونم عملیات تروریستی، برای جنگ، برای فلان، بستگی به هیکلت و لیاقتت داره. جوانای ایرانی گول نخورید. وعده پول یهو چیزتون نکنید، تو همون سطل آشغال غذا بخورید، همون موبایل دزدی بکنید. ببین دیگه به چیز سبکی دارم بهتون میگم، اما نرید بشید مزدور روسیه ها، مزدور این پوتین بیشرف. به هر حال و از طرفی هم خب بچه‌های میهن پرست این گارد جاویدان رو دارن تشکیل میدن و من منتظر بودم که یه کمی جا بیفته، فقط به حرف و چرت و پرت این چیز نباشه که آقا اینجا اونجا، نه داره جا میفته. و باز طبق معمول اومدن میگن که آقا ارتش قرار کودتا بکنه. اصلا وارد این بازی ها نشید. اگر احیانا 1 در میلیون کودتایی هم شد واسه خودشون میشه. اینا هیچ کاری نمی کنن به نفع مملکت، مگر رضاخانی بیاد
و بتونه مملکت رو نجات بده از درون. وگرنه اگر خیال کنه اون که اومده بود یه دونه جعبه گذاشته بود و بعد جعبه چیز شیر و خورشید گذاشته بود فلان اینا، من راحت بهتون میگم من وارد این بازی‌ها نمیشم. یه شخص نظامی، کسی که من ارتش، مهم نیست شما ارتش لیبی هستی، ارتش آلمانی، ارتش ویتنامی، ارتش هندی، ارتش افغانستانی، ارتش پاکستانی، ارتش جمهوری اسلامی هستی، مهم نیست. آدمی که میگه من ارتشی هم، در ارتش مهم نیست ارتش کجا، کره شمالی باشه، امریکا باشه، روسیه باشه، انگلیس باشه. اولین چیزی که به یک نظامی یاد میدن، یک، نظم و انضباط، دوم محافظت از خودت. اول تو باید از تفنگت، از لباست، از موقعیت که داری باید محافظت کنی، مواظبت بکن. تو اول باید نگهبان خودت باشی. یعنی کسی که خودشو نتونه، اسلحه خودشو نگه داره، خودش نظم و انضباط نشته باشه، پوتینش تمیز نباشه، کفشش تمیز نباشه، لباسش تمیز نباشه، از درجه خودش، از کلاه خودش نتونه محافظت بکنه و به اصطلاح نگهبانی و پاسبانی بکنه، خب تو از چیه کجا مملکت میخواد چیز کنی، محافظت کنی. در زمان شاهنشاه آریامر اگر یه پلیسی، پاسبونی، افسری، درجداری، به هر حال مامورین شهربانی یا ژاندارمری در روستاها فرق نمیکنه، به هر حال کسی که یک لباس دیگری به غیر از لباس مردم تنش بود، که این شاخص بود، مشخص بود این مال کلانتریه، مثلا شهربانیه، مال ژاندارمریه، مال هوایی، مال زمینی، به هر حال اگر دنبال یک فرد مجرمی میکرد، اولین چیزی که باید حواسش میبود این بود که کلاش از رو سرش نیفته. این قانون بود، این چیز داشت، زندانی داشت، کلاه نباید میافتاد. وقتی که ارتش دارای یک چنین نظم و انضباطی باشه، شما نمیتونی به پرچم بگیری وایسی توی مترو، نمیشه. این اسم شجاعت نیست، اسمش خریته. یک نظامی نمیکنه این کارو. شما حالا میخواین بگین کرده فلان اینا، خوب دمشون گرم، ولی من آدمی نیستم بخوام سوار موج بشم به خاطر اینکه حسن و حسین و ملت ناراحت نشم. من نیومدم برای بد آمد و خوش آمد کسی حرف بزنم. من نمیتونم قبول کنم. نمیگم اونا خائنن، نمیگم مزدورن، من دارم نظرمو میگم. کار اشتباه بوده. کسی که جیگر بکنه، ببینید شوخی نیست. الان شما فرض کنید من و آقای سیاوش الان توی تهران به این نتیجه رسیدیم بریم پرچم شیر و خورشید بگیریم وایسیم توی مترو، توی یه جایی. ما دوتا آدم شخصی هستیم. حالا شما سرچ بکنید ما دوتا آدم نظامی باشیم، ما میدونیم چه بلایی سرمون میاد. آدم شخصی یه دقیقه این کار میکنه، 4 تا عکس هم بچه‌ها میگیرن، پرچم میذارن در میره. ما نمیتونم پیدا کنم. ولی کسی که نظامی باشه، تو آدرس داری، تو ارتشی هستی. خب و بعد کسی که جیگر داره خیلی شهامت میخواد، خیلی شهامت میخواد. تو میدونی این کارو بکنی میگیرنه با لباس نظامی. خب تویی که اینقدر شهامت داری چرا کارهای دیگه ای نکردی که اتفاقات انقلابی بیفته، یک راهی باز بشه؟ من که نرفتم خودمو شوهر بدم، من میخوام برم یه کاری بکنم که یه راهی باز بکنم و اینو شعار دادن که کار نقامه بشم جو صبح تا شب شعار بدم، ولی بتونم یه کاری بکنم، من بتونم یه راهگشای کار ملتم باشم. اینا حالا به عنوان مقدمه گفتم به خاطر اینکه کار دارم، یه چند تا مطلب هست میگم، خیلی مسائل زیاده، به خاطر همینم من در خدمتون هستم. حالا امیدواریم بتونیم ادامه بدیم و بریم از آقای سیاوش خواهش کنیم که لطف و محبت بفرمایید 1 و 2 رو یک چیز از رضایه فرداد عزیز من و عزیز ما پیام خیلی قشنگی برای 21 آذر فرستاده و بعدش هم نقاشیه و بیاییم و در خدمتتون باشیم. بچه‌ها زنگم بزنید، دمتون گرم، نگه دارین خونه رو. ای والله. بریم آقا مهندس عزیز، 1 و 2 دست درد نکنه. با درود خدمت عمو رضای عزیزم، من فرداد هستم از رضاییه. 21 آذر روز آرتش را به تمامی نظامیان وطن پرست و خصوصا به اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم تبریک عرض می نمایم، چرا که 21 آذر روز نزاعت آذربایجان از کام تجزیه طلبان و دشمنان ایران که می‌خواستند سر ایران را از آن جدا کنند با رشادت‌ها و تدابیر به خدایگان آریامهر بزرگ ارتشداران به مام میهن بازگشت. ای مهد دلیران آزادگان، خاک خرم آزادگان، ایران را تو چون پربها گوهری، تابان اختری
پرفروغ آذری، بدگهر همیشه در برابرت به خاک. روشن است و چشم میهن ای زمین پاک، سرفراز و خرمی همیشه چون بهار. کوته است و دست بدگهر ز روزگار، ای خطه آذرآبادگان، آذرآبادگان. ای خاک تو مهد آزادگان، مهد آزادگان. دور از تو اندیشه بدکنش، خرم بمان همچو خرم بهشت. پاینده یاد جاوید شاه. سپاس از شما آجا مهندسی هاش گرامی. آفرین به فرداد عزیز از خطه آذربایجان، از رضایه. باریکلا، آفرین آفرین، باریکلا فرداد، آفرین، باریکلا، آفرین. درود بر پدر، درود بر مادر، درود بر این خانواده هایی که این بچه ها رو اینطوری میهن پرست پرورش میدن. باریکلا به داداش کوچولوت، آفرین آفرین. خیلی 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 من مغرور میشم وقتی اینا رو میشنوم، به خدا قسم خیلی عشق میکنم اینا رو میشنوم. باریکلا، آفرین به عزیزانمون با این نقاشیاتون، فوق العاده زیبا، فوق العاده زیبا. از سراسر ایران، از همه شهرهای مملکتمون، از قوچان، از اهواز، اصفهان، شیراز، تهران، قزوین و ساری، رشت، از همه جای ایران، مشهد، کرمان، یزد، زاهدان، همینطوری بچه ها. باریکلا، آفرین آفرین آفرین. از مراغه، از دسفول، کرمانشاه، همینطوری بچه ها میفرستن نقاشی از لرستان. آفرین آفرین آفرین. 2500 سال آفرین. مغرور باشین به خودتون شما عزیزان وطن، شما آینده سازان ایران. آفرین آفرین. باریکلا 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 باریکلا. آفرین آفرین. خستگی عمورضا رو در آوردید. باریکلا، آفرین. عرض کنم خدمت شما عزیزان که همیشه من خدمتون عرض کردم خدا یار عاشقان است. وقتی که انسان با صداقت دست به هر کاری بزنه، شما میخواید برید مغازه باز کنید، شما میخواید وارد هر کاری بشید، شک و تردیدی نکنید که چون با نیت پاکی دارید یه کاری رو میکنید،
همیشه یک دست غیبی، حالا شما اسمشو بذارید کائنات، خدا، نور، هر چی میخواین اسمشو، ولی این وجود داره، یک انرژی مثبتی وجود داره که یار و یاور شماست. و شما ببینید مثلا همین ایران آریایی خودمون، چند بار خود شما عزیزان، همین 8 سالی که من هستم نمونهش، چند بار تو همین 8 سال من شاهد بودم سنگر ما به مو رسید، یعنی رفت دیگه برای تعطیلی. یه چند روزی هم چیز شدیم دیگه، سیاه شد صفحه دیگه، رفتیم برای تعطیلی، چاره ای نبود، نمیشد دیگه، ادامه کار ممکن نبود. اما چون نیت پاکه، چون هدف پاکیه، دست غیبی ما رو نجات داد. حالا این دست غیبی روز از تو آستین جناب سرهنگ عزیز ما همیشه یار و یاور میهن پرستان بودن. خداوند نگه داریم افسر برجسته ارتش شاهنشاهی ایران رو، جناب سرهنگ از انسان‌های فوق‌العاده شریف، نه صرفا به خاطر اینکه نظامی هستن، افسر سرهنگ گارد بودن، سرهنگ ستاد بودن، نه اصلا موقعیت نظامی و درجه کنار، ذات خودشون، این ریشه خودشون، یه انسان فوق‌العاده شریف بدون هیچ ادعایی. شما دیدی جایی بهشون تشریف ببرن مصاحبه کنن، نمیدونم سخنرانی کنن، مثلا چی بلد نیستن، نه، همیشه از پشت صحنه نظاره‌گر بودن، کمک کردن. یه روزی دست غیب از تو آستین ایشون میاد بیرون، یه روزی آستین همیهن دیگری، به هر حال یکی میاد و نمیذاره چراغ، این شمع دیگه داره خاموش میشه ها، نمیذاره این شمع خاموش بشه. چرا؟ چون نیت بنیانگذار این خونه پاک بوده، چون آقای وطنخواه نیومده کاسبی بکنه. میتونست ها، همین امشب ایشون بخواد کاسبی بکنه میتونه کاسبی کنه، خیلی راه تمام این سیستم رو عوض بکنه، تبلیغات بگیره، آگهی بگیره. مگه ایشون مثلا نمیتونه کاری که دور از حضور شمس الاسیم کش میکنه ایشون بکنه؟ چرا خب میکنه دیگه، تبلیغات بگیره، یه سری جک و جونورم بیاره، بعد بیا از همین برنامه‌ای از اینا اراذل اوباشتم 4 نفر اینجا بشینن و اون به اون بگه که مثلا حسنی خرید به چند من، اون میگه مثلا رفتم به باقی، بعد دیدی کلاغی؟ نه. چرا کلاغی بود؟ نه ندیدم کلاغی. هم از بحثای آوکی و دوغکی هم را بندازن و لابلاش هم بگه همینانم از بازوچه آگهی رد میشه، همینانم صابون بفروشه، نمیدونم کباب بفروشه، بری چلو کبابی اکبر، نمیدونم جوجه، من کاری داره، بد بودن و بیزینس کردن کاری نداره، نه خیلی راحت. اما چون هدف پاک بوده، هدف نیت خوب بوده، نیت این بوده ما بیایم آگاهی، حالا در حد خودمون ادعایی که نداریم، آگاهی بدیم به مردم رو آگاه بکنیم. ما ملت نه اینکه مردم ندونن منتظرن ما بیایم بگیم، نه، یه گوشه هاش ما به یه دید دیگه ای میبینیم، همونطور که شما با یه دید دیگری به جامعه نگاه میکنیم. ما هم یه 4 تا چیزی که میدونیم، حداقل میتونیم از خارج از کشور به شما خبر بدیم که آقا این خارج از کشور اینه جریان، یه مش بی پدر و مادر بی وطن، یه مش خائن، یه مش مزدور نشستن جلو دوربینا، بعد هر کم یه سازی میزنه، یکی ابو عطا میزنه، یکی بیات ترک میزنه، یکی بیات اصفهان میزنه، یکی بابا کرم میزنه، یکی نمیدونم ننه کرم میزنه، هر کی داره، ولی هیچ کس اون سازی که ملت رو نجات بده، مملکت رو از این بدبختی بکشه بیرون، هیچ کس اون سازو نمیزنه. بعد همگی هم در چند جبهه با هم مشترکن، بدون اینکه مثلا به هم بگن که مثلا من با این رفیقم، این مثلا اینتر آشغال نمیگه من رفیق مثلا لگن فروش دزدم، لگن فروش دزد تازه بهش فحشم میده، اما در نهایت زیر میزه همشون با هم رفیقن در پنهان. چرا؟ همه در پهلوی ستیزی با هم مشترکن، همه در نگهداری جمهوری در ایران. بی سواد اعمى اون بذاره میگه جمهوریت، عجب بیشعوری، عجب نداره، قیمتش میره بالا. همه در نگه داشتن جمهوری در ایران متفق القولن، همه در این که از درون یه سری جک و جونور مثل یارو نرگس توپل که مرد شور اون قیافت ببرن، یه عکس هم گرفته با این بنده خدا، این وکیلاری که زدن کشتنش، عکس هم گرفته، حالا اومده میگه چه وکیلی بود، خیلی بدجوری وکیل خوبی بود، درشت بود. حالا اصلا درستن نه، اصلا آدم بدی بود، خوبی بود، تو درستن نه، چرا میخواین این آدمو گوش تلخ نشون بدین جلومو؟ زدن جوونا مردم زدن کشتنش، مثل یارو آخونده لواطکار مهدی نصیری که هر روز داره تحقیق کسافت کاریش بیرون میاد. به هر حال همه در پهلوی ستیزی، همه در نگه داشتن جمهوری، همه در اینکه
یه بخشی رو در داخل کشور هی بیارن گندش کنن. آقای دکتر نمیدونم مثلا فلونی زاده کیو یارو سارق کثافت کلام شام چی داری اینا مرغ و پلو اینا دیر وقت الان میخوای نه من سالاد میخورم بچه‌ها دارم. یعنی ببین طوری دارن صحبت میکنن تو گویی که مثلا فرض بفرمایید الان در آلمان حزب CDU رفته مثلا حزب SPD اومده، نه این که مثلا شاهی رفته با اون عظمت و با اون تشکیلات و یه مملکت مقوی پر ویتامین رو انداختیم دست اینا که ازش ببین چی ساختن واقعا چه ویرانه‌ای تحویلمون دادن. به هر حال بنابراین وقتی که کار نیت پاک باشه، آدم هدفش تمیز باشه، آدم بخواد یک قدم خیلی برای جامعه برداره، خداوند دست طبیعت، اون انرژی مثبته، اون کائنات، اون حالا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم، حواسش بهت هست. مثل مو نازک میشی یا ولی نمیبری. اما وقتی ذات پدر سوخته باشه، ذاتت بی پدر و مادر باشه، ذاتت این باشه که فقط جیب بری بکنی، دروغ بگی، پدر سوخته بازی در بیاری، سر مردم کله بذاری، هر جوری هست تو این 2 ساعت و این 2 روز و این 2-3 روز عمر رو بگذرونی فقط جمال جیب خودم و عشق است و خودم تو آمریکا خونه بخرم، خودم مثلا پاسپورت انگلیسی بگیرم، خودم فقط مسافرت برم، خودمو به شاه نزدیک کنم، خودم فقط بیام خودمو نشون بدم، همه با من مصاحبه کنید، همه نورافکنا رو بنزید رو من، فقط من. یک مرتبه تمام اون کاخ پوشالی که تو مخت واسه خودت ساختی، که تو نشستین جلساتی که گرفتین و تو زوم و فلان و اینا نشستین که آره من میخوام چیز بشم، نشریات رو من دستم میگیرم، مثلا فلونی تو احزاب دست تو باشه که ننمو ببین و دزدیدی، تو اون نشریات دست تو باشه، فلونی این دست تو باشه، این قسمت مال ما باشه، ارتشو میدیم به فلانی، کمم آوردیم هستن، خارج از کشور بیژن هست، منیژه هستن، همه کمک میکنن، مایه تیلم به اون میرسه. دیدی؟ ندیدی؟ امشب میبینی. آقای مهندس عزیز من 3 و 4 رو لطف محبت بفرمایید، این 3 رو بچه ها نگاه کنن بخندن، عزیزای من کیف کنن. این اسبه هم حتی از این آخونده بدش اومد، با دهن زد اون عمامه کثافتش رو برگرد یه دونه پسه کردن بیزد که مرتشو رو قیافه بوگنته ببرم. من خیلی از تو خوشم میاد آدم اومدی با من داری عکس میگیری، میدونی قیمت من چنده؟ من $1,000,000 من اسبم که $1,000,000 قیمت دارم. آقا یق شپشو تو سنارم نمیارزی، پدر سوخته اومدی با من عکس میگیری، شخصیت من چرا پایین میاری؟ احمق. این معنای حرکت این اسب فوق العاده با شعور و متمدنه. خاک بر اون سرت کن لگم فروش دوست که به اندازه سم این اسب هم شعور نداری و بقیه هرازل و اوباش. آقای مهندس عزیز 3 و 4 رو لطف محبت بفرمایید. Get back! Move away! Keep your distance, sir! No way! Get back! Move away! Keep your distance, sir! No way!
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین آفرین، 2500 سال آفرین به بچهای عزیزمون. باریکلا باریکلا باریکلا. هر روز هر هفته که میایم میبینید بهتر و بهتر از هفته‌های قبل. یعنی شما برید نقاشی‌های روز اول نگاه کن برام خیلی تفاوت کرد. اصلا نوع نقاشی کشیدناتون، رنگ‌آمیزیاتون، شعاراتون، بعد ایده هایی که دارید توی نقاشیاتون. باریکلا باریکلا آفرین. دیدید اسب رو چقدر با شعور بود؟ اسب با شعور به این میگن. بعد مصدقی های ایران بر باده، توده‌ای های همیشه خائن و کمونیست های جهان وطن با القاب دکتر 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 مهندس و دکتر و مهندس افتادن دنبال خمینی. خاک بر اون، حیف خاک پهن بر اون سرتون که شعورتون از این اسب هم پایین‌تر بود. واقعا شعورتون از یه اسب، از دیگه الان الاغام دیگه نمیذارن آخونده سوارشون بشن. تو این دهات بودن سوار این الاغ حیوان خدا، حیوان با شرف، نجیب، با شعور. حالا دیگه الاغام دیگه به این آخونده چیز نمیدن، سواری نمیدن. اما 1979 دنیا و بیشک به رهبری امریکا اون بخش دموکراتش کبریت رو کشیدن زیر خاورمیانه و بلایی بر سر نه فقط کشور ایران و ملت ایران، بلایی بر سر خاورمیانه آوردن که به گفته پادشاه اردن ملک حسین که یکی از نوکران پر افتخار انگلیس ها بود، که در موقع که در ایران بود، همش هم تو ایران بود، به اعلیحضرت جسارت کرده بود و گفته بود که خاورمیانه بشکه باروته و شما اگر برید خب دیگه کار تمومه دیگه، خاطر همین کنار بیا دیگه. یعنی گوش کن به حرفای امریکایی ها و اینا، حالا زیادم با اینا جر و بحث نکن. خود خدایگان فرموده بودن امنیت جهان به امنیت ایران بستگی داره. منتها چون چشم آبیا اساسا ذات این کله پورا، کله طلایی ها، ذات اینا خیلی حسوده. این اصلا چیزشون ها نژادن اینطوری هن. مثلا فرض بفرمایید وقتی ایتالیایی ها با آلمانی ها بازی میکنن، چون ایتالیایی ها کله مشکی هن، این اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، یونان، ترکیه، این وریا کله مشکی هن دیگه، میخوان هر طوری هست انگلیسی ها رو، آلمانی ها رو، هلندی ها و دانمارکی ها رو بزنن. یعنی هم گل بزنن هم اینا رو کتک بزنن. اینا هم همینن. اینا هم میخوان یه جوری به اونا بفهمونن که نه ما از شما برتریم. این کرکری نژادی رو بچه‌هایی که اهل فوتبال منطقی باشن و فقط به دنبال چشم دنبال توپ نباشه و صحنه‌های این سیاستی رو که تبدیلش کردن به فوتبال نگاه کنید متوجه میشیم. مثل جریان آرژانتین و برزیل که همیشه کری داشتن با این طرف اقیانوس، با این طرف دنیا، که ما مشکیا که البته اونا دیگه دورگم هستن دیگه، هم سیاه‌پوستن هم سیاه‌سفیدن هم سیاه قهوه‌ای ان، به هر حال دورگم، بلون نیستن، سفید پوست نیستن. و شما میبینید این تضاد و این به خاطر این جنگ آوردن توی زمین چمن که 2 مرتبه کار به هیتلر اینا نکشه. اینا خیلی حسودن و چون شاهنشاه آریامهر از نظر سواد سیاسی و خب تجربه سیاسی، حالا سواد سیاسی رو ما بذاریم کنار، تجربه سیاسی و اعلیحضرت شما نگاه کنید از 1943، یعنی هنوز جنگ جهانی بود که رضا شاه بزرگ مجبور به ترک خاک ایران شدن با توطئه انگلیس ها و بعدم به قتل رسیدن به دستور انگلیس ها، تا 1970 شما ببینید این پادشاه عزیز ما طی اون 3 دهه که شاهنشاه ایران بودن، خب شما ببینید ایشون چند تا رئیس جمهور امریکا، چند تا رهبر رو تو جهان دیدن. شما ببینید خروشوف رو میبینه، قبلش استالین رو دیده با برژنف، بعد با اینا همکاری کرده، کار کرده، داد و ستد کرده. روزولت رو میبینه، ترومن رو میبینه، آیزنهاور رو میبینه، کندی رو میبینه، میرسه به جانسون، میرسه به نیکسون، بعد میاد به فورد.
خب شما حسابش کن با هر کدوم از اینا شما بشینی بلند شی 4 تا گفتگو بکنی، 4 تا اختلافت بشه، 4 تا اظهار نظر اونو گوش کنی، 4 تا اظهار نظر خودتو بگی، بعد اختلاف نظر پیدا کنی توی بعضی مسائل. شما ببینید چه اتفاقاتی رو در همون منطقه آسیا میبینه. جریان هندوستان، تولد گاندی، آمدن لعل نهرو، آمدن ایندریا گاندی، اصلا اون بساط گاندیسم در اون منطقه، نه فقط شبه قاره هند، در بنگلادش، سریلانکا، اون منطقه که بعد به پاکستان تبدیل میشه، چه اتفاقاتی تو پاکستان میفته. ورود یک نسل جدیدی به نام بوتو در پاکستان، و بعد اتفاقاتی که در افغانستان میفته و مملکتی که توسط ظاهرشاه با کمک ایران رفته افغانستان یه سرزمین تمیزی میشه، فرودگاهی داره، حالا خودش شرکت هوایی داره، دانشگاه داره، دخترها و پسراش دارن مدرن دارن زندگی میکنن. شما به چین نگاه کنید ببینید چه اتفاقاتی تو چین میفته که کار میکشه به اینکه رهبران چین تقاضای دیدار میکنن، ملاقات میکنن که بیان شرفیاب بشن به حضور پادشاه که اومد واگوفن اومد ایران و تشریف فرمایی اولی حضرت شهبانو فرح پهلوی به پکن. اتفاقاتی که در عراق میفته، سلسله به اصطلاح اون حکومت سلطنتی از بین میره، حکومت‌های نظامی سر کار میاد، حکومت‌هایی که با شوروی حالا قرارداد میبندن، حسن البکر، عارف، قبلشون قاسم، یه مش لاتولود، یه مش چاقوکش که میکشه به صدام حسین، به هر حال، و تو ترکیه و خب شما ببینید چه شخصیت قوی میشی تو دنیا، تو همه قسمت. حالا من چند تا کشور مثال زدم شما کل اروپا ببین، رهبرانی که در مثلا همون تیتو خودش یه ملتی بود، تیتو یک تنه در یوگسلاوی، و اتفاقاتی که در لهستان میفته، اتفاقاتی که در چکسلواکی میفته، نیروهایی که بلند میشن، دانشجوهایی که بلند میشن بر علیه شوروی و خیلی مسائل در اروپا، در مسئله فرانکو، مسئله ورود اعلیحضرت خوان کارلوس در اسپانیا، اتفاقاتی که در ایتالیا میفته که خیلی کم دنیا میخواد بهش بپردازه، رؤسای جمهور، نخست وزیرانی که عوض میشن، اون بساط مافیایی که خیلی اثر میذاره در خورد و خوراک جهان، مشروب جهان که دست گذاشتن روش مافیا، و حمله ترکیه و همزمان اشغال قبرس، اون بخش ترکیش که میرفت به یک جنگ تبدیل بشه با حمایت شوروی که پشت ارتدوکسای یونان بودن، حکومت سرهنگا تو یونان. همونطور شما هم فکر میکنید میبینید چه اتفاقاتی دنیا میفته. همکاری کشورهای خلیج فارس که مجبور میشن قدرت ایران رو قبول بکنن که دیگه نگن خلیج، یا زیر لحافی نگن خلیج عربی. مسئله زوفار، حمله ایران که حل و فصل میکنه اون مسئله رو که انگلیس نمیتونست پسش بر بیاد، جدا شدن یمن شمالی و جنوبی، اتفاقاتی که در مصر میفته، رفتن جمال عبدالناصر، ورود سادات بزرگ به اون منطقه، مسائلی که در کازابلانکا در مراکش به وجود میاد، اختلافاتی که با اسپانیا به وجود میاد، مسئله موریتانی، مسئله جدایی صحرا که برای خودش اعلام موجودیت میکنه و الان همین توی یادم میفته میبینم خود من از اوایل دهه 70 میلادی شاهد چه چیزایی بودم. جنگ ویتنام اساساً بزنی که در جنوب شرقی آسیا بود، کامبوج، برمه، لاوس، ویتنام و اتفاقاتی که جدا شدن بنگلادش، جدا شدن استقلال سریلانکا، جدا شدن پاکستان، آمدن نیروهای نظامی در قدرت در پاکستان، ورود بوتو در پاکستان که یه فصل جدید در پاکستان به وجود میاره و مسائل دیگه. خب شما خود میشه یک تحلیلگر کامل سیاسی، یک آدم با تجربه. شما حتما که نباید بشین دانشگاه بگید من دکتر علوم سیاسی دارم، شما الان دیگه شدی پروفسور. بعد شما به عنوان پادشاه مملکتی که دارای نفت، دارای یک موقعیت سوق‌الجیشی در جهان و تاریخی داری، فرهنگی داری، یه وزنه‌ای هستی تو دنیا، سر چهارراه تمدن ایستادی، مرکز ورود اروپا، دهانه اروپا به آسیا هستی، از این طرف فاصله با اسرائیل نداری، فاصله با کانال سوئز نداری، خود صادرکننده نفتی، 80% ژاپن، نفت ژاپن وابسته است به خلیج فارس. این منطقه باید
خیلی ساکت باشه، تنگه هرمز خیلی تنگه حساسیه و خیلی مسائل دیگه. ولی اروپایی بی پدر و مادر عقده حسود نمیخوان بگن که آقا تو آدم مقوی هستی، تو شاه نیرومندی هستی، قوی هستی. نمیخوان اینو بگن، همش میخوان بگن که شاه ایران جهان سوم در حال توسعه، پیشرفت، جهان دوم، جهان اول، جهان سوم چرکه بندازن. ولی من آلمان صنعتی، انگلیس صنعتی، فرانسه صنعتی. بابا هیچ پخی نیستید. داریم میبینید دیگه، کور که نیستیم که الان خدا رو 100,000 مرتبه شد زدین کشور مورد آغون کردیم، پاشدیم اومدیم کشوراتون دیگه. همه جاش هم که یه وجب دو وجب رفتیم به هر حال دیدیم دیگه. هلندتون رو دیدیم، بلژیکتون رو دیدیم، آلمان که هستیم، اون سوئیستون رو دیدیم، اتریشتون رو دیدیم، لوکزامبورگتون رو دیدیم، تازه این سوسول موسولاتون لوکزامبورگ و لیختنشتاین و موناکو و آندوران دیگه بابا رفتیم دیدیم دیگه. چیزی نی. یه مش بانکدار دوز نشستن اونجا، یه مشت هم تلکه گیر تو دنیا، باجخور تو دنیا، اسم خودشون رو گذاشتن سر، لورد، به خودشون لقب دادن. قلمبه پولاشون رو رفتن گذاشتن تو بانک لوکزامبورگ، تو بانک موناکو، تو بانک بعد تو موناکو واسه اومده بهترین امکانات رو گذاشته، قمارخونه گذاشته، بهشت دنیا. چه بهشت دنیایی؟ به شرافت بشری سوگن. اگر من مرداب بندر انزلی و همین بندر پهلوی رو به شرفم سوگن، اگه من مرداب اونجا رو بدم من موناکو رو بگیرم، به شرفم سوگن. همش توسترایی که میساختن، 4 تا هنرپیشه‌ای هم که تو دنیا معروف کرده بودن، سوفیا لورن و نمیدونم اون آلندلون و فلان، برن اونجا و از اون لباسای عجق وجق بپوشن، 4 تا عکس بگیرن، مثلا تو خیال میکنن تو موناکو داری رانندگی میکنی، همینطوری پول جمع میکنی، مثلا لاستیک ماشین داره رو دلار داره میچرخه. نه بابا این حرفا نیست. یه مش قمارباز رفتن تو بانکای سوئیس اونجا پول گذاشتن و اون یه بهره‌ای بهشون بده و هیچی نیستید، هیچ پخی نیستید. بابا داریم میبینیم دیگه، کور که نیستیم که. دنیا دست کیه؟ دست شما چشم آبیاست دیگه. خب مردشون رو قیافتون رو ببرن. کی این دنیا رو به این روز انداخته؟ شما. ما کردیم؟ ما ادعا داریم میگیم ما چیزیم، آقای دنیایی؟ شما کردین دیگه. شما این دنیا رو به این روز انداختین. شما بشریت رو به تن لش تبدیل کردین، به تن لش. این نسل جوونتونه که داریم میبینیم، شل حرف زدن و مخشون رو ازشون گرفتید. نسل جوان دیگه نمیتونه خودش فکر کنه، خودش راه خودش رو پیدا کنه. تبدیلش کردین به یه ماشین، یه کامپیوتر هم گذاشتین جلوش. حتی دیگه اینا بلد نیستن دو تا هم برن با انگوش، حتی دیگه بلد نیستن برن حساب بکنن. همه چی شده این تلفن، نمیدونم جدول ضربش تلفن، یوتیوب واسش درست کردین. برم بپرسم نمیدونم گوشکوب یعنی چی، الان به من هم عکسش نشون میده، هم همه رو برام نوشته اصلا گوشکوب کی ساخته. خب این دیگه به مطالعه نمیرسه. شما دارید یک نسلی رو پرورش میدی، همینطور که از دهه 70 شروع کردید یک نسلی رو پرورش دادید که سال 2000 کارو به اینجا بکشین. خب روش 30 سال کار شده دیگه. شما از سال 1970 روی نسلی کار کردین که 30 سال بعد این نسل بیاد بشه 30 ساله، به قول خودتون بشه تکنوکرات، دبیرستان رو طی بکنه، دانشگاه رو طی بکنه. اون موقعی که 1970 این به دنیا اومده سال 2000 شده 30 سالش. این 30 ساله رو ول کردین توی دستگاه‌های دولتی. ازش وزیر امور خارجه ساختین، کارمند بانک ساختین، کارگر ساختین، خلبان ساختین، ارتشی ساختین. این نسل دیگه که بعد بیاد جلو. نسل قدیم میره کنار دیگه. نسل دهه 60 رفته کنار. نسل دهه 50 که زیر خاکه. نسل دهه 40 و 50 یا زیر خاکن یا دیگه پیرن دیگه. خب و تو این نسلی که خودت از سال 1970 ساختی تا سال 2000، این نسل رو الان ول کردی، میگه آقا 2000 به بعد مال توئه. چیکار باید بکنی؟ اون چیزایی که بهت یاد دادیم. دنیا رو باید بکنی دیجیتال، دنیا رو باید بکنی همش مصنوعی. هوش مصنوعی اومده، یه عینکایی میذاریم تو چشممون، بعد یهو خیال میکنی یارو رو داری ماچمالی میکنی. از توش چی میاد بیرون؟ یک نسل احمق. و از سال 2000 دارین درست میکنین که در 2025 اونایی که در سال 2000 به دنیا اومدن الان شده 25 سالشون، که داری جوونه 25 ساله رو نگاه میکنی، خالکوبی و شلوار سوراخ و گشاد راه میرن، با گرمکن میان تو خیابونا، اینطوری هم با حرف میزنن، سرشون انداخته پایین مثل گاو داره میره تو شکمه. چرا؟ خب تو مدارس چی داریم به اینا یاد میدین؟ صبح هم که میرن مدرسه توی کوله پشتیشون 100 کیلو کتاب گذاشتن. بعد از تو اون کتابا چی میاد بیرون؟ هیچ. چه علم و دانشی؟ هیچی. یه لپتاپ گذاشتن، بعد دیگه چرا با خودتون کتاب نمیبرین؟ لپتاپ گذاشتن تا چنان واسه تایپ میکنه که هیچ ماشین نویسی نمیتونه حرفه اینطوری تایپ کنه. خب حالا شما حسابشو کن رو این نسلی که کار شده، این پخ ازش در اومده، حسابشو بکن 25 سال بعد دنیا چه خواهد شد.
یعنی دنیا دقیقاً 25 سال آینده حد اکثر دارم به شما میگم، در 20 سال 2 دهه آینده دنیا افتاده در دست خانواده فلونی و خانواده فلونی و خانواده فلونی. اون بالا نشستن عین خیمه شب بازی، این یارو نخا رو گرفتن و دارن بازی میکنن. کجا رو داغون کنیم، کجا رو بچاپیم، به کی بگیم تو خری، به کی بگیم تو آدمی، به کی بگیم تو گاوی، به کی بگیم تو مثلا فلانی. بعد برای دنیا بریم تاریخ بنویسیم. 50 سال دیگه شما بیا به نسل‌های بعدی بگو مصر، ارهام سرازون مثلا، یارو چیه تخت جمشید مثلا، این جنوب ایتالیا اون آثار باستانش، اون یارو چیه اون روم و فلان و اینا. اصلا اینترسه براش نیست، جالب براش نیست. گور پدر ارهام، گور پدر تاریخ. من الان توی فضا میخوام زندگی کنم. الان دیگه حال نمیده من ماشین بازی بکنم تو خیابون. الان ماشینایی اومده که چرخش اینجورکی بشه، فیلماش هم میسازن، چون هر چیزو ساختن به ما نشون دادن، من به چشم دارم میبینم. مثلا من یادم یه فیلمی تو ایران بچه بودیم میدیدیم، آدم آهنی بود، این دستاش اومد بیرون اینجوری بود، بعد حرف میزد. حالا دارم میبینم یه ربات ساختن. یا مثلا کارتونایی که برای ما میساختن، یه موشک از کره زمین میرفت تو مثلا کره مریخ، بعد با یه سری آدما اونجا حرف میزد. یه فیلم هم ساخته بودن پیشتازان فضا. خب ما الان داریم میبینیم دیگه، دارم دیگه راحت داره میره. آقا مریخ رفتیم عکس گرفتیم. حالا راست میگن دروغ میگن، با خودشون دارن میگن دیگه. شما حسابش بکن 30-40 سال بعد نسل آینده چه خواهد شد؟ چی میفهمه؟ اصلا کتابی که در کار نیست. الان دارن کاغذ رو دارن جمع میکنن دیگه، یواش یواش پولم دیگه جمع میشه. پولی در هیچ که تو جیبش پول نیست، کاغذ هم داره جمع میشه، همه چی شده کامپیوتر. شما عکس الان میخوای بگیری، تق 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 میره عکس میگیری. کو دیگه کو آلبوم عکس که بری برام ای یادش بخیر اینجا با مامان بزرگ بودیم، اینجا مثلا رودخونه کرج بودیم، اینجا مثلا کو دیگه عکس میگیری، نگاه میکنی، دلتو سری میزنه، چیز کن، پاکش کن. خودت با دست خودت خاطره یه هفته پیش و 10 روز پیشو داری پاک میکنی. نمیذارن هیچی تو مغزت آرشیو بشه، نمیذارن. این قانونه. ما نمیتونیم هم جلوی اینا بجنگیم، نمیتونیم، زورم نمیرسه. خیلی راحت بگم، ما فرپاسن کردیم به قول این آلمانیا. چی میگن؟ ما متاسفانه وا دادیم، عقب افتادیم، باختیم. اون روندی رو که شاهنشاه داشت مملکت میبرد جلو، افتاده رو اون غلطک داشتیم میرفتیم جلو. الان ما هم تو ایران بچه‌هامون لپتاپ جلو چیزشون بود، تو مدارسشون بود، خیلی چیز دیگه ای بود. ایران الان یه چیزی مثل آلمان، مثل امریکا، مثل ژاپن، بله 100% بدون کوچکتر در خیلی از مسائل هم پیشرفته تر، چون ما هم موادشو داشتیم، هم از اینا با شعورتریم، هم نیروی متخصص بهتری داشتیم و اینو ثابت کردیم. چون شما ببینید وقتی ایران شروع میکنه به سازندگی، در طی حد اکثرش نیم قرن دیگه، بیشتر که نیست، 50 سال. شما ببینید ما تو 50 سال چه پیشرفتی کردیم. برید سایر کشورها رو تو 50 سال ببینید. برید ببینید امریکا مثلا میگم 1900 تا 1950. برید ببینید مثلا انگلیس 1910 مثلا تا 1960. 50 سال دیگه. خب موقع تکنولوژی فرق نمیکنه. تکنولوژی در زمان خودش. انگلیسی که انقلاب صنعتی میکنه، شما برید ببینید در قرن 18 که انگلیس انقلاب صنعتی میکنه، تازه بهرهش میاد در اوایل قرن 19 یواش یواش داره بهره برداری میکنه. نساجی میاد و ریسندگی بافندگی میاد و چند تا کارخونه میاد. شما برید ببینید آلمان از کی شروع میکنه صنعتی بشه، چقدر طول میکشه که مرسدس بنز کارش به تولید برسه، نه تولید داخلی، تولید کنه، بفروشه، صادر کنه، یا BMW صادر بشه، فولادو صادر کنه. فرانسه ببینید چقدر طول میکشه که حالا صاحب کارخونه بشه، شرابشو بفروشه به دنیا، یا اسپانیا. و شما همینا رو دارید که چیزی نداریم. ولی ببینید ما در عرض 50 سال کارون به جایی میکشه که بوئینگ با ایران قرارداد میبنده. کارون به جایی میکشه که ما صاحب کادیلاک ایرانی میشیم. اسمش کادیلاک ایران بود، شورولت ایران بود، بیوک ایران بود. چرا؟ چون با امریکا قرارداد داشتیم. آقا 15 سال به این اسم مونتاژ میکنیم، کمکتون میکنیم، پولش هم میگیریم، بعد 20 سال کادیلاک مال تو. ما داشتیم کارخانه کادیلاک رو در جهان میخریدیم، ما داشتیم کارخانه شورولت رو میخریدیم، یا حداقل یک بخشی از این کارخانه رو سهامدارش میشدیم، مثل جریان زیمنز، مثل جریان گروپ.
که سهامدارش شدیم، مثل جریان مرسدس بنز که دارن بالا میکشن یعنی کشیدن، مثل آلمیون، مثل نفت شمال در همین دریای نروژ و به اصطلاح شمال نروژ. پس بی پدر و مادرها شاه ما خیلی باشعورتر از شما بود، به خاطر همین فرمودن امنیت جهان به امنیت ایران بستگی داره. اما شما میگفتیم که اون آسیایی هن، اینا چیزی نمیفهمن، بعد مثلا یه ذره که قدرتمند میشن میرن تو دل تاریخ. مثلا شاه رفته توی قالب کوروش، نه اعلیحضرت تو قالب کوروش نرفته بودن، اتفاقا اعلیحضرت از کوروش هم بالاتر بودن، چون کوروش کارهایی که در زمان خودشون کرد که خیلی هم عالی و خیلی از این عجیب و غریبی بود در زمان خودش بوده. اعلیحضرت هم دارن در زمان خودشون یه کارهای خارق العاده میکنن. ایشون مثل کوروش نیست، کوروش هم مثل شاه نبوده، چون رضا شاه هم مثل شاهنشاه نبوده، شاهنشاه هم مثل رضا شاه نبوده. اینا یک نیروهای انسانهای استثنایی ان تو تاریخ. شما نمونه نادرشاه رو دیگه نمیبینید تو تاریخ، شما نمونه شاه عباس رو نمیبینید تو تاریخ، شما نمونه یعقوب رو نمیبینید تو تاریخ، همونطور که نمونه رضا شاه رو نمیبینید. این همه نخست وزیر اومده رفته، ما هنوز میگیم امیر بزرگ. چرا میگیم هویدا؟ چرا؟ چون اینا انسانهای شاخصی بودن، یا محمد علی خان فروغی یا قوام السلطنه، ولی این همه نخست وزیر اومده رفته. بعد یاد بختیاری که میگفتیم حالا به هم میخوره. بنابراین 1979 شما بیشرفا به خاطر تصمیمات غلطتون نه تنها خاورمیانه و کشور منو و کشور ما رو نه تنها نابود کردین، شما جهان رو نابود کردین و با کمال پررویی هنوز نمیخواین سوگیون کنید، نمیخواین قبول بکنید، نمیخواین بپذیرید که آقا ما خرابش کردیم، ما کردیم. گهگاهی هم یه حرفایی که از تو کاخ سفید میاد بیرون اونم دولاپرنا میزنید. همون آقای ریگان که از شاهنشاه داشت دفاع میکرد که ما بهترین دوستمون رو چیز کردیم، باعث شدیم ساقط بشه بهترین متحد ما. حالا دوستم متحد ما که بود که آقای پرزیدنت کارتر این برا رو سر امریکا آورد و بلای سر شاه آورد، ما هم کیف میکنیم دمت گرم آقای رونالد ریگان، ای والله 5 تا گلوله هم حالا به خاطر ما پلاستیکی خوردی و جنگولای بازی راه افتاد و فلان. اما همون آقای ریگان در کاخ سفید، در همون کاخ بیزیشی، اون دفتر بیزیشی، میدونید با کی ملاقات میکنه؟ با اعضای طالبان، با اعضای افغان، که از توش چی بیاد بیرون؟ لوی جرگه بیاد بیرون. آخه ما قسم حضرت عباس‌تون باور کنید دوم خروسو. چه کسی مجاهدین افغان رو مسلح کرد؟ همون گریستی که بی پدر و مادر رفت وایستاد، یه پاشو گذاشت رو مرز پاکستان، یه پاشم تو خاک عراق، تو خاک افغانستان بود، وسط شکمش هم خط چیز بود، کلاشنیکوف گرفت، تیر هوایی زد، فیلمش هم موجوده، گفت الله اکبر، مجاهدین افغان از نوامیسشون و ناموسشون دفاع میکنن. گریستیک برای ما شده بود چیز؟ شده بود ناموس پرست، یا رامسفلد، یا اون یکی چی بود، کریستوفر و بقیهشون، این دراکولا بود مرد که. بعد اون یکی پاول اومد، چه کار کرد؟ هیچی. عراقو گرفتیم، چه گلی زدیم به سر مردم عراق؟ صدام حسین بعد گور پدرش دیکتاتور، هرچی شما میگین، خب مگه قرار نبوده درست کنین؟ خب چی درست شد؟ چی درست شد در عراق؟ مگه لیبی آدم بدی نبود؟ قذافی بود، گور باباش، هرچی شما میگین منم صد میذارم روش میگم. خب چی شد؟ بچه لیبی چرا درست نشد؟ چون هدفتون چپاوله، چون هدفتون قارته، هرچی میگین دروغ میگین. یه نفر خودش تو تونس نه جان یه دستفروشی خودش آتیش زد، انقلاب عربی رو افتاد. خفه ببینید ولون شده، روزی 100 نفر تو تهران دارن خودشون آتیش میزنن فقط تو یه شهر. پس چرا انقلاب عربی راه نمیفته؟ چرا انقلاب ایرانی راه نمیفته؟ به دلیل اینکه همش کنترل شده است. جهان رو کنترل کردید، بعد خیال میکنید که ما هم مثل مردم خودتون همبرگر خور و کوکاکولا خوریم، بعد یه مشابه بیشوریم. نه، ما آبگوش خوردیم، قلمش هم میزنیم روی اون گوشکوبه که تمام مغزمون تمیز کار کنه. ما خورد و خوراک خوب خوردیم، ما نون گندم خوب خوردیم، ما دوغ آولی خوردیم، نه اون کوکاکولا که معلومی توش چی میدین که همه معتادش بشن. ما میفهمیم. منتهای مراتب اینی که من الان اینجا نشستم دارم داد میزنم، چند نفر صدای منو میشنوه؟ مثلا 1000 نفر، 10000 نفر، میخوام بیشترش کنم 100000 نفر، میخوام باز بیشتر کنم 1 میلیون نفر. 1 میلیون نفر که 1 میلیون ایرانی که مثل من بدبخت شده، بیچاره شده، آواره شده، گرسنه شده، فقیر شده، شلاق خورده، هر دردی که من دارم اونم داره نشسته تو خونه های خودش تو داخل و خارج از کشور. الانم به من عین 1 میلیونش نه اصلا 10 میلیون داره میگه دمت گرم، راست میگه، ای والله عالیابیو، خدا به درد بیامرزه. خب به چه درد من میخوره یا به چه درد ما میخوره؟ حرف من زمانی به درد میخوره که من بتونم برم بشینم پشت مجلس تعبیره اینا که بهش میگن سنا و نمیدونم فلان و این ور اون ور،
تو تمام این پایتختاشون، یا برم تو همین بوندستاگ آلمان، بعد به خود همینا، با زبون خود همینا بهشون بگم اشمیت چه برای به سر ما برد. تو به گور پدرت میخندی که فضا رو طوری درست میکنی که ما رو بکشی بیاری آلمان، بعد برلین بشه مرکز تقسیم، بگه سوئد بگه آقا 20000 تاشو بده بیار اونجا خودت قاچاقچی درست کنی تا ظرف 20000 تا 30000 تا سقف 30000 تا بفرستی سوئد. تو خب میگم ما خریم، ما بیشعوریم، بقیه رو پخش کنی تو آلمان، همه رو بندازیم به جون هم. یارو مثلا بچه خوزستان با بچه مشهد با بچه تبریز با بچه مثلا شما اینا رو انداختن توی آهنگ. خود طبیعیه اینا برای اولین بار دارن توی فضای فوق العاده غمگین با هم زندگی میکنن. طبیعیه به رو هم چاقو میکشن. طبیعیه که همین باعث شده که بین همه ایرانیان خارج از کشور اختلاف بیفته. چرا اختلاف افتاده؟ چرا ایرانیان خارج از کشور چشم دیدن همدیگه رو ندارن؟ چون از همدیگه خاطرات بد داریم. چرا خاطرات بد داریم؟ به خاطر اینکه تو محیط بد ما با هم آشنا شدیم. ولی من تو تهران اگه با بچه اهواز آشنا بشم، با بچه مشهد آشنا بشم، من چه دعوایی با اینا دارم؟ یا من برم شیراز مثلا، من چه دعوایی شیرازی با من داره؟ ما هممون ایرانی هستیم. خارج از کشور این بلا رو سرمون آوردیم، داخل کشورم ملت رو اینجوری انداختین جون هم که حالا ملت ایران انقدر دیگه کارش متاسفانه چیز شده، رحم و مروت از دل ملت ایران رفته بیرون. قشنگ تو خیابون داره یارو داره میمیره از گرسنگی، این میره میشینه تو چلو میخوره. بچه است داره میمیره از گرسنگی، به من چه یه لگدم بهش میزنه. رحم و مروت از ما گرفتین، ما رو هم تبدیل کردین عین یه مش انگلو ساکسون و ژرمن و یه مش باسک وحشی مثل خودتون. از ما هم یه مش وحشی ساختیم، بعد بی‌ناموسا کراوات میزنیم به خودتون میگین که ما متمدنیم. این تمدن بود که یک شاه متمدنی رو که در طول 37 سال یه تیرکمون، نه یه گلوله، یه تیرکمون به طرف کسی پرتاب نکرد با اون ارتش که خودتون میدونی چقدر نیرومند بود. بعد حالا کار کشور منو به جای بکشین به ما حمله بکنید و بعد ملت ایران رو چشم انتظار بذارین که قراره بیایم. نه، اونی که خواهیم کنیم مایمون خودتونی. بدین حالا تا بعدا. آقای مهندس عزیز 5 و 6 و لطف و محبت بفرمایید. این نسل آینده است. باریکلا ایران آریایی کارشو کرد. دلوین، لئا، سوگل، مهربان، حسنا، نیکا، بهارناز، هلیا، بارانا، لیانا، آوا، مرسانا، سبا، آرشینا، محگل، آوین، دایانا، آنیا، حسنا، بارانا، گلفا، روشا، سمین، گیسو، آرنوشا، تبسم، نگین، نیلا، بنیتا، دلسا، الیسا، آروشا، مهراوه، مهنا.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین، 2500 سال آفرین. باریکلا. دیدید کوچولا رو، عزیزا رو، اسامی رو دیدید؟ تموم شد. 47 سال اسلام. حضرت رقیه، حضرت نمیدونم کثافت زاده، چیز حماسه کوفک کربلا، کوفنک توپنک کربلا، مولای متفقین شمشیر کشید، شبا خرما دیدین؟ این همه کاشتید، این شد، این محاصلش شد، این یک گوششه. با یک تلویزیون که من اصلا خجالت میکشم بگم آخه این تلویزیون نیست. این معنای تلویزیون این نیست. یه عده اومدیم یه جایی رو پیدا کردیم که داریم اینجا رو با بدبختی نگه میداریم، فقط اومدیم داریم آگاهی میدیم، خبر میدیم. خب تلویزیون باید فیلم نشون بدی، شو داشته باشه. تلویزیون دیگه، تلویزیون یعنی چی؟ مثل اینا هست میان براتون فیلم نشون میدن، شو نشون میدن، میشینن بلند میشن، هلیکوپتر میپرن پایین، زیر آب میرن، اونجا رو نشون میدن، اینو درست میکنن، برنامه خواننده برات میذارن، بشکن میزنن، عید برات میگیرن. ما کجا این کارا رو کردیم؟ یک سنگری با همه مشکلاتش، این یه دست پختش بوده. یه دست پختش جلو آرامگاه کوروش بزرگ بود که ماتحت شمس الله سیمکش و علی منقلی داشت پاره میشد. ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. ما آریایی هستیم یعنی چی؟ بعد اسم این تلویزیون، اسم این سنگر، اسمش چیه؟ ایران آریایی. یکی بیاد به من بگه کدام یک از این طویله ها اون زیر برداشتن تاریخ شاهنشاهی نوشته. یک دونه عکس بگیرید با تاریخ به من نشون بدید. کدام یک از این طویله ها در طول 365 روز یعنی یه سال 12 ماه هر روز به هر بهانه‌ای یا شاه رو نشون دادن، یا رضا شاه بزرگ رو نشون دادن، یا شهبانو رو نشون دادن، یا نمیدونم تأسیس فرودگاه رو نشون دادن، یا تأسیس استادیوم نشون دادن، بازی آسیا نشون. کجا؟ یکی بیاد به من به اسم یه دونه رو بیاری جز این که فوش دادن، تخریب کردن، دروغ گفتن، یه مش بی‌ناموس‌تر از خودشون هم آوردن به عنوان تحلیلگر نشستن فقط دارن مخ میزنن. دروغ میگم؟ نه. خب این یه نمونش بود. حالا میخوان نسلا رو نابود کنن، میبینن که فعلا زورشون به نسل ایرانی نرسیده. چرا؟ خوشبختانه خدا رو 100,000 مرتبه شکر، ما ایرانیان ما انسانهای ایرانی، حالا نه که بقیه حیوانن ها، نه، من میگم انسانهای پاکستانی، انسانهای آفریقایی، ما انسانهای ایرانی جزو اون دسته از اون نئاندرتال هایی بودیم که بخش باهوشش اومد تو مملکت ما و ارق میهن پرستی تو وجود ایرانیه. این ارقو تقریبا آلمانی ها هم دارن، تقریبا ژاپنی ها هم دارن، تقریبا اسرائیلی ها هم دارن. یعنی ژاپن، ایران، آلمان و اسرائیل در یک اصولی با هم مشترکن، ولی ما به اندازه یه 2-3 تا ملاقه بیشتر از اونا این ارقمون قوی تره. دلیلش چیه؟ به خاطر تجاوزایی که بیشتر به ما شده، به خاطر حملاتی که بیشتر به ما شده، به خاطر که تاریخمون رو زیاد اینا پاره پوره کردن دفاترشو. بعد ما نسبت به تاریخمون حساس شدیم. درسته در بعضی جاها وا دادیم، تقصیر نداشتیم. چرا تقصیر نداشتیم؟ چون آگاهی که نسبت به مملکت ما به ما داده شده به اندازه امروز نبوده. چرا نبوده؟ حمله تازیان به دستور اون راهزنه دزد بچه بازه. وقتی اومدن کتابا رو آتیش زدن، تمام اسناد و مدارک ما رو، آقا درفش کاویانی رو پاره پوره کردن، یعنی پرچم ایران رو پاره پوره کردن. چرم بود روشم، روش زمرد و این چیزای قیمتی بود. عمر بیناموس گفت اون سنگای قیمتیشو بیشرف اصلا نمیفهمید اینا چیه، اونا رو بدیم من بذارم توی جیب عمامم، جیب عبام، بعد اون بقیه‌ش هم جرواجر کنیم بنزین بیرون با اون میلش و چوبش و فلان و اینا. خب اینها اومدن وقتی که اون اولین کاری که اون هویت رو از ما بگیرن، بعد کاری 1 سال و 2 سال و 10 سال هم نیست، 14 قرنه
هر از چنگایی هم که یکی اومد که یه تلنگری یه کشیده یه پس گردنی به ملت بزنه، یا مصدومش کردن یا سرشو بریدن یا کردنش زیر یه بلای سرشو، بعد دیدن هیچ بلایی نمیتونن سرش بیارن، حمله کردن بهش. به افغانا گفتن تو حمله کن، به عثمانا گفتن حالا تو حمله کن، به روسا گفتن تو حمله کن. نذارید این ملت، آقا این دستوره، این دستور از خارج وارد کشور شده، هم از طرف اون راهزنه، هم از طرف اون چنگیز، هم از طرف اون یارو تاتاره اون تیمور، هم از طرف عثمان ها، هم بعدم که افتادیم به چیز به یقه این کثافت انگلیسا و روسا. که آقا نذارید این ملت یادش باشه کی بوده و چی بوده. اولین کاری که جمهوری اشغالگر اسلامی کرد چه کار کرد؟ اولین کاری که کرد این بود که ملت ایران رو از هویت خودش بگیره. آقا بولدوزر ببرید تخت جمشید رو داغون کنید، آرامگاه رضا شاه رو داغون کنید، هرچی آثار باستانی از بین ببرین، رگبار بگیرین روی طاق بستان توی کرمانشاه، رفتن رگبار بگیرن روی گنجنامه تو همدان، رنگ پاشیدن کمونیستا روش. خب اینا آثار باستانی دیگه. اینا شما میری اونجا وامیسی نگاه میکنی، یاد چی میافتی؟ یاد هویت ملیت میافتی دیگه. بعد اسامی خیابونا، پهلوی رو بردارید بکنید مصدق، بعد کنید ولیعصر، خیابون شاهرضا رو بکنید انقلاب، میدون 24 اسفند. خب چرا 24 اسفند؟ جوون فکر میکنه آقا میدون انقلاب، میدون 25 شهریور، میدون زهرماه، استادیوم آریامر آزادی، استادیوم امجدیه شهید شیرودی، باشگاه پرسپولیس پیروزی، تاج، استقلال. خب اینجوری بهمون حمله کردن که الان جوون مثلا تو بری بهش بگی الان میدون ونک نمیدونه کجاست، میدون ولیعهد چه میدونه کجاست، خیابون نمیدونم بولوار چه میدونه کجاست، بیمارستان ملکه مادر چه میدونه، نمیدونه. خب نشنیده 47 سال دارن بهش پرت و پلا تحویل میدن. اما با همه این بلاهایی که به سرمون به دستور انگلیس آوردیم، این یه نمونهش بود که بنیانگذار این جریان ایران آریایی. من کوریش هم میخونم، چرا؟ با سند میگم، دروغ نمیگم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر این سنگر نبود این صحنه ها نبود، اگر این سنگر نبود این نقاشی ها نبود، اگر این سنگر نبود فرداد از رضایه نبود، آروشا از کرج نبود، ایران دخت از اهواز نبود، این بچه ها نبودن. این بچه‌هایی که نقاشی میکشن، از بچه 4 ساله نقاشی من بهتون نشون دادم، بچه 3 ساله از دسفول، از ساری، از این ور اون ور نقاشی داریم، تا جوون 25 ساله 30 ساله نقاشی کشیدن. خب پس این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که اگر ملت ایران یک جایی رو داشته باشه، یه رهبری، یک حزبی، یک گروهی، یه سازمانی رو، قشنگ حواستون بدید به من، یه جایی رو داشته باشه، یه خونه ای رو، یه مکانی رو، مثل منی که دعا میکردم یه رادیو باشه، فقط به من اجازه بده من 5 دقیقه با اعصاب راحت حرف بزنم، هی به تایم نگاه نکنم بگه الان قطع میکنه الان قطع، بگه آقا 5 دقیقه مال تو هر دفعه اومدی رو خط 5 دقیقه مال تو، حتی به منم فوش دادی 5 دقیقه مال تو، یا آها تکلیفم روشن شد، پس میتونم با اعصاب راحت آروم آروم صحبتامو بکنم. خب حالا شما سمجید که ما صاحب یه خونه شدیم، یه خونه ای که تصویرم داره، بعد من هر چی دلم میخواد میتونم به شما نشون بدم، تمام اون چیزایی که در مغزم بوده رو بیام به شماها دونه به دونه با خیال راحت تو 2 ساعت به شما نشون بدم. ملت ایران هم همینه، ملت دنبال یه خونه میگرده، دنبال یه جایی میگرده که کمکش کنه. اونجا اورشلیم نیست، اونجا واشنگتن نیست، اونجا B-52 امریکا نیست، اونجا هواپیماهای جنگی اسرائیل نیست، اونجا پهلوی هست که نگرش داشتن تو خارج از کشور. و وقتی که امثال من میایم و فریاد میزنیم که دور ایشون رو مینگذاری کردن، عده‌ای به اسم سلطنت طلب، که دروغ هم نمیگن، من میشناسم ایشون، سلطنت طلبن، مشروط خواه دیگه نیستن، البته به هر طرفدار نظام پادشاهی هم، به خود من میگن آقا این توهینه، یعنی شاه ما ننه جان نمیدونه، یعنی شاه تو بهتر از شاه میفهمی، تو بیشتر از شاه میفهمی. بیشعور، این مرد اسیره. شما دارید به طور مستقیم توهین میکنید. من توهین کردم دیگه ملت، من توهین کردم دیگه چند وقته، درسته؟ آره من گفتم ایشون نمیدونه، من میدونم، من خیلی میفهمم، درسته دیگه، اینا میگن دیگه. آره خیلی. خدا یار عاشقان است. نیتتون پاک باشه، هدفتون پاک باشه. عبادت به جز خدمت به خلق نیست، عبادت به جز خدمت به خلق نیست. به مردمتون خدمت بکنید. که الان خدمتتون عرض کردم، گفتم ارهام
حالا فردا اشتباه یاد نگیرین که جهان نیاد بکنه تو مخ جوون به اونجا بگین ارهام، اون اهرام ثلاثه است. مخصوصا بهتون گفتم حالا اونو نرید اشتباه یاد بگیرین که امروز نسل جوان، نه ایرانی‌ها، این اراذل و اوباشی که به خودشون میگن متمدن، نمیفهمه اساسا اون اهرام ثلاثه سر چی بود، اصلا اون چی بوده، اون چرا اینجوری اصلا مثلثیه، چیه اون تاریخچه‌اش چیه. فقط میرن مصر و عرقخوری و بپر تو آب و ماچبازی و احیانا بریم وایسیم اونجا خیلی گرمه عکسو بگیر سری بریم، فقط پشتش این یارو مجسمه ابوالهول باشه عکس بگیرن بیان نشون بده اگیپت داس واش بیوتیفول بدن. همین دیگه. پس تو رفتی مصر، تو رفتی پا گذاشتی روی یکی از قدیمی ترین خاک های جهان، پس تو چی فهمیدی؟ اینقدر خوش گذشت. ببین آبجو اونجا میدونی چنده؟ 50 سنته. یه شیشه ویسکی میدونی چنده؟ اصلا $2. همین. دیگه همین. به من میگن که من به شما میگم. همین کارو. اون وقت میرن قبرس قرار میاره. خب دنیا میخواد انسان ها بیشعور بشن. نه، ما بیشعور نیستیم. چرا نیستیم؟ چون آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. ما آریایی هستیم، هیچ نژادی رو نمیپرستیم، ولی نژاد پرست نیستیم. چرا نیستیم؟ چون ثابت کردیم در طول بیش از 200 سال اگر ایران به من ثابت کردید به طرف یک کشوری حمله کرده، من دست از تمام ادعای سیاسی برمی‌دارم. ما در طول تاریخمون به چند تا کشور حمله کردیم، پیش از حمله تازیان، پس از حمله تازیان. من دونه دونه‌شو میتونم برای شما بشمارم. تازه چرا حمله کردیم؟ به دلیل دفاع از خاکمون حمله کردیم که پس بزنیم و رفتیم سرزمینشون هم گرفتیم. پس از حمله تازیان به جز نادر کدوم ایرانی کدوم سرزمینی رو رفت گرفت؟ تازه نادر چرا میره هندو میگیره؟ به دلیل اینکه بره مغول هایی که سر ایرانی ها رو بریدن تجاوز کردن، به رهبر هند، به اون پادشاه هند میگه اونا رو برگردون. بر نمیگردونی؟ نه، بهت فرصت میدم. فرصت داد، بر نگردون. 3 ماه بعد حمله کرد. کمونیست میگه رفته جواهراتشون دزدیدن. نه بی پدر و مادر، اونو به عنوان غنایم جنگی آورد که ایرانو بسازه، چون ایران پیش از نادر له و لورده شده بود. بی شرفا تاریخو درست به مردم بگی. نمیگه. چرا نمیگه؟ چون کمونیست، جهان وطنه. خودش میگه من جهان وطنم، پایتختم مسکوه، پایتختم پکنه، نوکر کوبام. عشق من الچه چگواراه، من با بابک خرمدین کاری ندارم. خدای من لنینه، من به سمت آرامگاه لنین تعظیم میکنم، من با کوروش کاری ندارم. دارنم میگن، علنا دارن میگن. بعد دور شاه منو گرفتن، بعد به من میگن تو خفه شو، خفه جد آبادت بشه. دیدید خفه که نشدم هیچی بیشتر تو دهنتون زدم. اینم سندش. آقای مهندس شماره 7 رو لطفا موبت بفرمایید، با دقت گوش کنید. به تازگی شاهدخت نور پهلوی طی مصاحبه‌ای با لیسا دفتری اشاره کرد که مامورین جمهوری اسلامی با نقاب طرفداران پادشاهی به پدرم نزدیک شدند و خطر هر روز به خانواده ما نزدیکتر شده. در ادامه شاهدخت نور صحبت‌های نگران کننده‌ای در مورد شاهزاده رضا زدند. یاد گرفتیم با این تهدیدات کنار بیاییم، اما چیزی که برای من خیلی ترسناکه اینه که ماموران جمهوری اسلامی هر روز خودشون رو جای طرفداران پادشاهی میذارن و به پدرم حسابی نزدیک شدن که باعث اختلاف و دو دستگی هم شده. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدی خانم آقایون، من گفتم نه. آقا جان، وقتی وارد کارزار هر چیزی، شما وارد هر کاری میشی باید بلد بشی. بلد نشی نمیتونی کاری بکنی. الان مثلا به طور مثال عرض میکنم، الان فرض بفرمایید یکی بیاد به من بگه مثلا رضا احمدی برو یه دونه رادیو بزن، یه تلویزیون بزن. من تلویزیون چیم؟ من رادیو چیم؟ مثلا بلدم؟ منی که تو یه ماوس گیرم، من چجوری برم اون کارو بکنم؟ تو بیا برو الان مثلا تو آلمان مغازه مثلا دوغ فروشی بزن. من مغازه دارم، دوغ فروشم. تو بیا برو تو آلمان الان مثلا فرض بفرمایید تو ایران، تو قبرس، تو ترکیه، هر جا تو بیا برو الان یه کارخونه مثلا پشمک بزن. خب من کارخونه چیم؟ اصلا کار من اینه. اگر بخوام وارد اون کار بشم باید برم یاد بگیرم.
اگر یاد نگیرم با هر سرمایه شما 100 میلیون دلار به من بده، بیا برو تلویزیون بزن، من اون 100 میلیون دلار رو درب و داغون میکنم، صاحب تلویزیونم نخواهم شد. مگه نیومدن یه عده اومدن یه طویله جدید وا کردن، یه سالی یه مش آدم روانی زنه حرف میزنه دماغش بی پدر و مادر 30 سال تو آبسایده، بی پدر و مادر با هیکل نجسش. خب اما وقتی که کاری رو بلد باشی با یه سرمایه اندکی میتونی کارو قشنگ انجام بدی. وقتی وارد کارزار سیاسی میشید باید بلد باشید، یعنی باید بخونید، باید رفت و آمد سیاسی داشته باشی. تو نمیتونی گوشه ی خونه خودت بشینی 4 تا کتاب بخونی بگی من سیاستمدار شدم. نمیشه. میشه ایرج صالحی به دیوزگی میفتی، میشه نوکر اطلاعاتچیا. نمیشه. تو باید با سیاسیون در ارتباط باشی، تو باید نشست و برخاست بکنی، تو باید بشناسی اگه میخوای وارد این کار بشی. در غیر این صورت میشه عباس شاخان میشینه پرت و پلا میگه، یه روز طرفدار رضا شاه میشی میگی بهش میگفتن قلدر به خاطری که میزد فلان میکرد، یه روز ببینی که محمد رضا پهلوی چیز میکرد، از انگلیسا و آمریکایی‌ها دعوت میکرد که بیای من چه کار کنم اینجا الان واموندم فقط منتظر دستور شما هستم، در حالی که 5 سال پیش به اینا بدجوری میتاخت. خب بالاخره میتاخت یا بالاخره با اینا همکاری میکرد، چون نوکرن، وابستن بهشون یه راهی رو دادن. مثل این طویله ها بهشون گفتن آقا جون ببین تو وظیفت نگهداری جمهوری اسلامیه، حالا که ملت از اسلام بعدشون اومده اسلام کنار، تو جمهوری رو نگه دار، رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو بزن، طرفداراش هم بزن. یه لیستی هم هر روز صبح بسته بندی شده تو پاکت لاکومور شده میدن به مدیرانشون، به مدیر طویله ها. اون نگاه میکنه میگه امروز باید با آخوند نصیری، ایرج صالحی در خارج از کشور، نرگس توپل و نسرین سیتوده در داخل کشور صحبت کنیم. فردا این اسامی عوض میشه، خارج از کشور عباس شاخان و محسن یادگارا، داخل کشور حشمت تیغکش و مثلا مسترازاده. وقت این پاکته کشون بعد برنامه امروزتون هم اینه. دیدید تو زمان شاهنشاه میگفتن ساعت 4 بعد از ظهر مثلا چیز اخبار، 4:30 برنامه کودکان، 5:30 مثلا کشاورزی. این رئوس برنامه امروزت هم اینه. اینا باید تو این سیستم، تو این چارچوب کار کنن. پاتو از این چارچوب بیرون بزنی خبری از پوند و دلار و یورو نیست. نه تنها نیست، بعد اسناد نوکری تو میای رو میکنی که همه بگن 40 سال نوکر بوده، این خودش 20 سال نوکر بوده. آره، وقتی نوکری بهت لیست میدن میگن این کار رو باید بکنی. پس وقتی وارد کارزار سیاسی میشی باید تکلیفتو روشن کنی. میخوای بیای سیاستمدار بشی، نوکر بشی، مایه تیله بخوری، خود تکلیفت روشنه. میخوای بیای سیاسی بشی، فقط بحث کنی و اینجا دعوتت بکنه یه $500 بدن، اونجا دعوتت بکنن $400 بدن، اینجوری میخوای حال کنی، خب اونم تکلیف. میخوای ملتت نجات بدی، کشورت نجات بدی، جان فدا باشی، این تکلیف میشه ایران آریایی. هیچ جا دیگه ای نیست. به زرس قاطع بهتون میگم نیست. اگر نشستی بی پول، خسته، رنجور، مریض، نشستی حرف زدی مردی، وگرنه تا لنگ زور خوابیدن و مای $4-5 $6,000 تو جیب گذاشتن و اینه بگو چشم اونو بگو چشم، از داخل جمهوری اشغالگر اسلامی، از تو طویله های جمهوری اسلامی آوردن بیرون، تمامشون دست پرورده‌های رفسنجانی اسنادشو من دارم، فرستن بیرون. تو میری تو طویله اینترآشغال، تو میری تو طویله صدای آمریکا، تو میری تو طویله فلان، به قول آقای سیاوش عزیز بقیه رو میفرستن توی طویله‌های به اسم پارلمان بلژیک و پارلمان سوئد. یارو اسمش آخوندی بود، میگه من نمایندم تو سوئد. بعد از دو بغل سطل آشغال اینجوری خوابیده بود، کیس کرده بود. این نگاه کن، این مصدقم من، بدجوری بچن مصدقه. بعد با بشیر بشکه و اون یارو لجنه پرچم علم و کتل تجزیه طلبها رو در آوردن. بعد حالا ببین بشیر بشکه نشسته بغل دست کیا، داره از محمود مشنگ دفاع میکنه، میگه محمود مشنگ چیز نبوده، دکتر احمدی نژاد مقصر نبوده، اون در زمان خودش قشنگ حرکت کرد. ببین چجوری داره دام خروس میزنه بیرون. حواستون به من هست یا گیرباش کردین؟ چون مثل که اخبار رو زیاد گفت زیاد شد اینفورمیشن. خب شماره 8 آقای امیر طاهری.
من اجازه نمیدم صدایی رو به ناحق سانسورش کنید. خونه دارم، پخشش میکنم. اگر حرفاش غیر منطقیه به من بگید، من خودم ایشونو میارم اینجا میگم آقا طبق تمام این صحبتایی که دوستان کردن این حرفایی که زدی غیر منطقیه، جواب بدید. میدونم چی رو دارم پخش میکنم. آقای مهندس خواهش میکنم لطفاً موافقت بفرمایید. میگن که از آقای طاهری بپرسید که شما هدفتون از نقد دفترچه ستیز با پادشاهی و حذف پادشاه است یا نه نگران آینده پادشاهی در ایران هستید؟ یه بار برای همیشه این رو خودتون پاسخ بدید. من نگران آینده پادشاهی در ایران نیستم و هدفم به حفظ پادشاهی در ایرانه. این دفترچه بیچارگی و آدمای مثل اینا هستن که میخوان پادشاهی رو حذف بکنن. خیلی جالبه به اجازه بدین فهرست القابی و اسامی رو که ایشون برای این نویسندگان دفترچه بیچارگی و افراد دیگه شبیه اینا از چپ یا راست به اصطلاح به کار بردن برای رضا شاه دوم براتون بخونم. پدر، پیشوا، رهبر، شاهزاده، آرپی یعنی رضا پهلوی، هماهنگ کننده، شهریار مثل شهریار 1001 شب هست که شهرزاد براش قصه میگه، سرور، پیشگام، پیشوا، تمام اینا القاب براش بکار بودن و اخیراً یکی از مدافعان همین دفترچه بیچارگی لقب وکیل الرعایا هم به کار بود. یعنی اینا میخوان ما دوباره بریم میشیم رعیت و ایشون هم بشن وکیل ما. مثل زمان قبل از مشروطه خب ما رعیت بودیم دیگه، مشروطه ما رو تبدیل کرد به شهروند. یعنی دفترچه بیچارگی یا اضطراب میخواد ما دوباره رعیت بشیم و حاضرن هر لغتی رو به کار ببرن برای رضا شاه دوم به جز لغت شاه. مثل جن که از بسم الله میترسه از لغت شاه میترسن. خیلی جالبه، یعنی اصلا یه آلرژی دارن، یه کینه و نفرت عجیب داره. خود خامنه‌ای میگه شاه، خود پزشکیان پریروز در صحبتش گفت زمان شاه این کارو میکردیم. اینا دیگه از خامنه‌ای و پزشکیان ضد شاه ترن. میدیم بنابراین هدف من آگاه کردن مردمه که ما نیازمند پادشاهی هستیم، نیازمند پادشاهی مشروطه هستیم، راه نجاتمون اینه. واقعا اینو صمیمانه بهتون میگم که تاریخ اگه نگاه بکنین پایان هیچ پادشاهی به آزادی و دموکراسی و رفاه نینجامیده. حتی در فرانسه که الان من درش هستم دارن رنج میبرن از اینکه یه روزی پادشاهیشون رو حذف کردن و نمیتونن گناهی رو که 200 سال پیش مرتکب شدن جبران بکنن. خودتون مطالعه میکنین الان میدین حرف منو گوش نکنید، مسئله مهمی نیست، حرف منو گوش نکنید، ولی ببینید که واقعا در تاریخ بشر چه کشوری رو سراغ داریم که رفته به دنبال سرابهایی که امتحان نشده به عنوان افکار چطور میگم عجیب غریبی که در ذهن یه عده خودخواه و خارج از واقعیت شکل گرفته، اونم غالبا در تبعید. مثلا دارودستی لنین که اومدن واقعا روسیه رو به این روز سیاه انداختن که هنوزم با آقای پوتین داره دست و پنجه نرم میکنه، یه عده تبعیدی بودن در زوریخ و لندن. اینا در عمرشون هم هیچ کاری نکرده بودن، خودشون هم کسی نبودن، اومدن ناگهان گفتن ما هم قوه مقننه، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، قانون اساسی هم می نویسیم، همه کارا رو درست میکنیم. این واقعا یه درس بزرگی باید برای ما باشه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. شنیدی؟ یه جمله‌ای رو من به شما بگم اینم ثبت بشه بمونه. البته به گفته آقای سیاوش عزیز 100% هم همینه واقعیه. آقای طاهری وقتی مینویسه یه آدم دیگه ایه تا اینکه صحبت کنه. چرا؟ به دلیل اینکه دیگه یادش میره
تو گفتار، ولی دست به قلم پرفکته. اینو فقط گفتم که بد نیست این آگاهی رو داشته باشی. خب ایشون چه حرف بدی زد؟ چرا باید فوش بخوره؟ به من بگید حرف بدی ایشون چی؟ اگه بد بودی که من نمیدونم پخش کنم، که حرف بدی ایشون رو به من بگید، من خیلی هم خوشحال میشم. آقا جان، ملت، موضوع خیلی ساده است، ملت ایران شاهشو میخواد. همینطور که فرانسوی ها فهمیدن اشتباه کردن. 20 سال وقتی که اون انقلاب مزخرف کفگیر فرانسه شد، کبیر، از دلش یه ناپلئون اومد بیرون که اوضاع رو کنترل کنه. اصلا فرانسه پاشیده بود، اصلا مردم قبول کرده بودن لویی 16 اخ بوده، بد بوده، فلان بوده. واقعا هم دیگه خیلی ظلم کرد. یه طبقه اشراف و چیز کرده بود، میچاپیدن و به آخونده هم به اصطلاح به کیششان باج میداد، شده بود طبقه روحانی و مردیکیت ول کرده بود. فقر، شپش، تراخون، بیچارگی بود تو فرانسه. خب حالا انقلاب شد، ولی دیگه قرار بر این نبود که کل سیستم رو عوض بکنن. قرار بر این بود که این آقای آدم بدیه بره، خب یکی از تو خاندان خودش یا اساسا یه سلسله دیگه جدید بیا. یه سری از این فرصت استفاده، یعنی سوء استفاده کردن به اسم روشنفکر. چیکار کردن؟ اعلام جمهوری کردن. ما جمهوری نمیخوام. بعد چون مردم جمهوری نمیخواستن، کشور نمیشد جمهوری فرانسه این آقای مثلا مثل جیجو این مثلا رئیس جمهوره، نمیشد. همش تو هرج و مرج بود، نه قانونی بود نه هیچی. عین روزهای اول شورش 57 کمیته بازار شده بود. یه کمیته تشکیل داده بودن به نام کمیته انقلاب. مردم اگه اختلافی داشتن به اون که این کمیته های محلی هم درست کردن تو روستاها و تو شهرها، میشدن کمیته انقلاب. مثلا تو می‌خواستی اختلاف سر زمین داشتی، نمیدونم سر اسب و الاغ اختلاف، هر اختلافی داشتی، میرفتی به اون کمیته ها رجوع می‌کردی. همون کمیته ها حکم قتل هم میدادن، حکم اعدام هم میدادن، گیوتین. خب یه آدمی میاد به اسم ناپلئون میگه آقا این نمیشه اینطوری. بعد کشورهای همسایه هم اون موقع ها همه خب طمع داشتن دیگه به خاک هم دیگه. اسپانیا از اون ور حمله میکنه، نیدرلندیا، هلندیا از این ور میان، آلمان که همیشه خوراکش بوده این فرانسه رو بگیره، این یکی اتریشیا و ایتالیایی از این ور میان، جنگ داخلی میشه، فقر میشه. فرانسه به هر حال در زمان لویی فرانسه بوده، ارتشی بوده، یه حساب کتابی بوده، همه چی اصلا پاشید. طوری شده بود که مردم میگفتن ای کاش لویی برگرده، یکی از اقوامش برگرده. خب بعد ناپلئون میاد و اون جریانات میشه و جنگ میشه و بعد نمیدونم امپراتوری دوم به وجود در از پادشاهی میشه، حالا میشه امپراتوری. اوکی، سرانجام که اون جریان ناپلئون رو از بین میره و به خاطر حمله احمقانه‌ای که به روسیه کردن، اون کاری که بعدا هیتلر اشتباه کرد و از تاریخ درس نگرفت، به هر حال مملکت دو مرتبه به هرج و مرج میرسه. جمهوری طلبان که چون سیاسی بودن و این طرفداران نظام پادشاهی عشقی کار میکردن، فقط میهن پرست بودن ولی مطالعه سیاسی نداشتن. این خیلی مهمه. ببینید، بد بگید بد، خوبو بگید خوب، حقایق رو قبول کنیم. کمونیست ها کتاب خونن، اینا که به خودش میگن روشنفکر، اینا کتاب خونن، اینا میدونن نبض جامعه رو بلدن، میدونن هر جامعه ای رو باید چجوری خوابش کرد، چجوری بیدارش کرد، چجوری هیجانیش کرد، چجوری از اون هیجان کشیدش پایین، چجوری تو سرش زد، چجوری تحقیرش کرد، چجوری بهش بگی تو هیچی نیستی، یه روز چجوری بهش بگن تو ملت بزرگی هستی، خلق قهرمان، خلق مبارز، یه روزی بهش میگن امت احمق، امت بیشعور. کاری که ماو کرد، ماو قبل از اینکه به قدرت برسه میزد سر چیزها رو، چینی‌ها رو قوی میکرد که میگفتش که خلق چین بلند شید، امپراتوری داره اینطوری میکنه، فلان، دهقانان با هم متحد بشین، ببینید چه بلایی بر سر زمینان تو آوردن. تحریک کرد جامعه رو، تهییج کرد جامعه رو. وقتی به سمت خودش جلب کرد، به قدرت رسید، همون دهقانا رو همه رو گرفت کشت. 60 میلیون 70 میلیون خیلی کش، پدر و مادر روانی. اوکی، این چپ بلد اینو، چون بلد بودن تونستن جمهوری رو مهرشو بچپونن توی تاریخ چی؟ فرانسه. اتفاقا یک بخشی از خود سلطنت طلبها با اونا همکاری کردن.
چرا؟ چون بینشون اختلاف افتاده بود. این میگفتش که باید بشه مشروطه پادشاهی، اون میگه بشه مشروطه سلطنتی، اون میگه مثلا باید بشه شورایی بشه، اون میگه شاه باید اینطوری بشه، اون میگه شاه باید از منطقه جنوب فرانسه باشه، از ولایت مارسی باشه، این میگه نه شاه حتما باید اهل پاریس یا حومه پاریس باشه. این چرت و پرتا باعث شد که کشور شد جمهوری. همون مردم فرانسه‌ای که الان چند قرن گذشته دنبال بازگرداندن سلطنتن، زورشون نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون جامعه رو بعد 200 سال کاری کردن که الان شما به عموم جامعه فرانسه وقتی میگی سلطنت میگه نه. خب فقرم اروپا رو گرفت، همیشه هم اروپا تو فقره، همیشه اروپا با مالیات زندگی میکنه. یه خانواده به چه دلیلی باید بره اون بالا بشینه بخوره عشق کنه کیف کنه، کاری نکنه مالیات هم نده، من باید مالیات بدم که اون کیف کنه؟ بعد سطح فکر جامعه رو انقدر آوردن پایین که نمیگن خب بیشور بغل دست خودت انگلیس، هلند، بلژیک، اسپانیا، خب اینا سلطنتی ان دیگه. خب من کشوراشون بده. الان شما برو اسپانیا رو با فرانسه مقایسه کن در هر زمینه‌ای. ببین مقایسه کن چه چیزی اسپانیا کمتر از فرانسه داره، چه چیزی هلندی که یه وجبه، بلژیکی که یه وجبه، چه چیزی کمتر از فرانسه داره. فرانسه فقط اسمه. چه چیزی انگلیس کمتر از فرانسه داره؟ هیچی. سوئد، دانمارک، نروژ چه چیزی کمتر از فرانسه دارن؟ هیچی. خب همین جمهوری که شما تو فرانسه کردین، تو ایتالیا کردین، تو یونان کردین، تو پرتغال کردین، چه بلایی بر سر این کشورها اومد؟ از دل این کشورها حکومت سرهنگا تو یونان میاد، از دل ایتالیا موسولینی میاد بیرون. جنگ جهانی دوم پدر مملکت در آوردن، آخرام کاتولیکا موفق شدن بر کشور حکومت بکنن که امروز از دلش یه مش احمق الاف بشن که یارو آخونده مرده، از تو این دودکشه دود سفید میاد بیرون یا نمیاد بیرون. در از واتیکان داره بر کل ایتالیا داره حکومت میکنه. یه چیزی اون تو گذاشتن به نام سان مارینو، اولین جمهوری جهان، اولین قانون اساسی جهان. خب اصلا هست. خب حالا که چی مثلا این چه تخم دو زرده‌ای کرده برای مردم ایتالیا؟ چرت و پرت. ملت ایتالیا تبدیل شدن به گارسون جهانی‌ها. هر جا تو دنیا بستنی هست، پیتزایی هست، کار ایتالیایی‌هاست. شدن نوکر، هی برام میگن پرگو، ترگو، سرگو. خب آقا جون شما دارید به زور میکنید تو مخ جامعه ایرانی که توی ایرانی اگر چون وقتی دیگه میرن زورشون نمیرسه همین اراذل و اوباش میگن که شورایی بشه. چه شورایی؟ اصلا ملت ایران زیر بار این حرفا نمیره. اصلا ما سلطنت شورایی نداریم. مگه ایران شورایی بوده؟ ایران همیشه پادشاهی بوده و پادشاهی هم میمونه. حالا که پادشاهی مشروطه است تموم شده رفت. تموم شد. اصلا ما بحثی با شما نداریم. بر علیه ملت گوش کنید، بر علیه نظام برحق و انسانی مشروطه پادشاهی، بر علیه نظام شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 کودتا شده توسط مذهبیون با کمک چپی‌ها، اتحاد شوم و نامقدس سرخ و سیاه. ملت ایران 47 ساله در یک سرزمین کودتایی داره زندگی میکنه. در برابر این کودتا 10 بار ملت ایران ضد کودتا کرده، موفق نشده بنا به هزاران دلیل. حالا این ملت به این نتیجه رسیده که اون پاتکایی که ما زدیم، ما نتونستیم مملکت رو بازپس بگیریم. حالا ما رهبری رو داریم، یه شخصیتی رو داریم که نماد یک جریان ملیه، نماد پادشاهیه. ما میخوایم اون نماد رو برگردونیم. داریم هم میگیم رضا شاه روحت شد، شاهنشاه روحت شد، رضا پهلوی، اینا شعار ملی. طبیعی است که اون جهانی که کشور به این روز انداخته هر روز میاد یک مسخره بازی، هر روز میاد یک تئاتر جدیدی، یه وادنگ جدیدی برای ملت ایران در میاره. که چی؟ که پای این آقا به ایران نخوره. 49 ساله، 47 ساله تمام داستان همه چند خطی که من برای شما میگم جلوی ورود پهلوی رو به ایران بگیری. حالا سفیر سابق امریکا که در ترکیه بوده حالا شده مشاور ویژه و نماینده پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه به دلیل اینکه سابقه رفت و آمد تو خاورمیانه داشته. نه فقط سفیر بوده تو ترکیه بلکه در عراق، در اردن، سوریه، عربستان، کویت رفت آمد داشته. راحت به شما بگم اینم یه لورنس عربستانه، منتها لورنس عربستان انگلیسی نیست، امریکاییه با کت و شلوار. حالا اومده داره تزشو میده بیرون، میگه آقا جون همه چیز رو ما امتحان کردیم، ما خاورمیانه رو کرده بودیم موش آزمایشگاهی. حکومتایی که دست نشانده خودمون بودن مثل عراق، مثل همین ایران، مثل یمن، اینا حکومت نمیشه، جواب نمیده. این منطقه به دلیل داره دلیلم میاره، به دلیل این
اقوام زیادی که داره، مذاهبی که اینجا هست باید توسط یک سلطانی، یک شاهی، یک رئیسی، باید توسط یک شاهی اداره بشه. الان شما نگاه کن اردن چقدر ساکته، عربستان ساکته، کویت ساکته، مجموعه کشورهای خلیج فارس ساکتن. چرا ساکتن؟ یه آقای اونجا هست، آدم بد، آدم خوب، فعلا سرزمین رو نگه داشته. به هر کم بنزه وسع مملکت خودش. عربستان پولش زیاده، بیشتر داره حال میده، اردن نداره، کشور عربی کمکش میکنن، اونم داره حال خودشو میده. وضعیت اردن بهتر از الان جمهوری اسلامیه، حداقلش دیگه. خب شما حالا اومدین یه تزی دادین برای خاورمیانه که کارو به اینجا کشیده، حالا فهمیدید اشتباه بوده، خود از سر اون بردارید تا مملکتمون رو درست کنیم دیگه. نه، هر روز باید استعمار بیاد یه جنگولک بازی جدیدی برامون راه بندازه. یه روز شورای ملی، یه روز دفترچه بسیج، یه روز معصومه قومی، یه روز اصلاح طلب، یه روز با این بشین صحبت کن، یه روز با اون صحبت کن. یه سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال چشم هم زدیم. 47 سال گذشته، یه ما دیگه دوباره شد 22 بهمن، ایداد بیداد که این وقت کشی ها بشه. آقای ترامپ و مکاق سفید بری بیرون، یه بی پدر و مادری بیاد بتمر که اونجا مثل جو فروشه. دیگه تو خدا میتونه اینا رو تکون بده. تازه میان تلافی این 4 سال هم از گرده ملت میکشن بیرون. یادتونه بیرون سری میومدین؟ یادتونه به ما بیلاخ نشون میدادین؟ یادتونه چه بلاهای سر ما آوردین؟ یادتونه بعد این چه چرت و پرتایی میگفتین؟ یادتونه چی کار میکردین؟ حالا بزنیدشون، حالا ببین چی کار. این دفعه دیگه سطل آشغال هم گیرتون نمیاد. خب حالا به خاطری که بیان و جلوی این طغیان عمومی رو بگیرن، دیگه خارج از کشور دستشون رو شده که اینها داریم نشون میدیم. داخل کشور حالا دانشجوها اومدن، شما مهسا را کشتید، شما ژیلا را کشتید، شما اینا کشتید، شما اونا کشتید. پخش میشه، دانشجوها بلند شدن. گول دانشجویان جمهوری اشغالگر اسلامی رو نخورید. اوج دانشجوی جمهوری اشغالگر اسلامی همین اراذل و اوباش دفتر تحکیمی که دارید میبینید. میخواین گول بخورید برید بخورید، من نمیخورم، برای منم نفرستید. چرت پرتم برای من نفرست. آقای احمدی ده جوری آره، ملتی که نمیخواد بفهمه عاقبتش اینه، بخورید نوش جونتون. بازم بهتون میگم گول دانشجویان جمهوری اشغالگر اسلامی رو نخورید، گول جریان کودتا رو نخورید، فقط شاهتون رو برگردونید. چگونه؟ خود دانید. مومنت. آقای مهندس عزیز من، شماره 10 رو لطف محبت بفرمایید. دیدی گفتم خدا یار عاشقانه است؟ اینم یه سند دیگه. دیدی؟ بهتون چی گفتم؟ همونه؟ مومنت. آره گفتم چی؟ گفتم فوتبالیستاش جانم 9 رو بله چشم، خیلی سپاسگزارم. چی بهتون گفتم؟ فوتبالیستا از خودشونن، خواننده ها از خودشونن، هنرپیشه ها از خودشونن. دیدی؟ حالا اول 9 رو گوش کنید، بعد میریم درم چیز میکنیم، درم نگاه میکنیم. دست درد کنه آقای مهندس عزیز، از زحمتت میشه. خب دست درد نکنه، دست درد. خیلی ممنونم. مردم این رو بدونند که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه. تموم شد. یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسن و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادیم. آقا شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده. مگه میشه که شما نیستی پوزشو میدی که من اصلا آدم آزادیم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلمم بازی میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. هر حرفی که دلم بخوادم میزنن. یعنی الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است که در پشت این صحنه دقیقاً مخالفش داره اتفاق میفته. به خدا قسم. اما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته. حقوقمون رو مگه انگلیس میده؟ تموم شد. پس بعد اسم تو خط بزنن دیگه. مجید واشقانی معترض همیشه به حکومت چجوری بس داره کار میکنه؟ نمیتونم بگم که چجوری داره کار.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اینو من براتون پخش میکنم، باید هی هم من بدبختم توضیح بدم. خود این که داره این حرفا رو میزنه، همین پیرن قرمزه، من نمیشناسم این مرد کیه. هنرپیشه از خواننده است، رقاص جنگیری، من نمیدونم این کیه. خود این جزء وزارت اطلاعاته. ولی داره میگه، چرا میگه؟ به خاطر اختلافاتی که اون پشت پیش اومده. حالا دیدی مرتضی عقیلی الکی نرفتی فیلم بازی کنی؟ باید نوکر بشی تا بازوبند کاپیتانی و محمد پنجلی ببنده دستش یا هر آشغال دیگه ای. باید نوکر باشی بری تو اردوی تیم جمهوری اسلامی. باید نوکر باشی بری بشی چوسناز افشار. باید نوکر باشی که امروز شوهر که شیر خوش به مردم فروخته حالا بیا خارج از کشور بی‌ناموس باید بشه کمپوزیسیون. تو باید نوکر باشی که به این راحتی بتونی زندگی کنی. چشو چاله بچهای مردم کور کردن اومدن خارج از کشور میگه من کمپوزیسیونم. خیلی حرفه. باید نوکر باشی که بدون هیچ پروبلمی سوار هواپیما بشی بیای خارج از کشور بری خونه عطاالله مهاجرانی تو لندن، بعد بشی معصوم قمی خونه بخری 6 میلیون دلار یه تخم غاز فروش. باید نوکر باشی که تا میای خارج از کشور لپتاپ بذارن جلوت وصلت کنن به شاه مملکت. باید نوکر باشی، باید همکاری بکنی. وگرنه اگر غیر از این باشید اسم جمهوری اسلامی نیست. به قول آقای سیاوش عزیز من، وزارت اطلاعات حتی فاحشه هم داره. همونا که میرن فیلم میگیرن از این آخوندا، تا میبینن آخونده یه ذره مثلا باجو نمیده یا بهش یه چیزی گفتن بگو نگفته سر منبر، یکی رو میفرستن بغلش برو فیلم برداری کن، یه ماچ با آخونده میده، اینم که همه توموناشون شد. فیلمشو پخش میکنن میگن دیدی آخونده رو حذفش میکنن میکشن کنار. همه‌شون با هم دارن کار میکنن. فاحشه رفسنجانی با خودشونه. هیچ فرقی بین فاحشه رفسنجانی و خداداد عزیزی و عطاالله مهاجرانی و نرگس توپل نیست و اون عادل فردوسی پور و علی دایی. هیچ فرقی بین اینا نیست. هر کی تو پست خودش داره انجام وظیفه میکنه. آقای مهندس دست درد نکنه، نوهرم لطف کن، ممنونتم. خیلی دست درد نکنه، حواست بود، ممنونتم. چند کلامی با جناب آقای اعتمادی. بر کسی پوشیده نیست که اندیشه و مرام فکری جناب عالی مانند دیگر همراهانتان در این مقال ضد پادشاهی و طبق خواست همیشگیتان جمهوری اندیشی و شورا پسندی است. این که نام مشروطه را وانهاده، روحش را در کالبد دفترچه دمیده اید و اذعان دارید که پادشاه نیز در صورت انتخاب سیستم پادشاهی باید انتخاب گردند، همینجا نقطه پایانی خواهیم نهاد. آفرینش مشروطه جدید دولتی مستعجل است که در رد آن تردید نخواهیم نمود. ما درک می‌کنیم ائتلافی از تمامی اندیشه ها صورت پذیرفته. شما نیز التفاتی به خواست قاطبه مردم داشته باشید. همین که پادشاه را بین پادشاهی و جمهوری قرار داده اید و تحمل می‌کنیم کافی است. حرمت بدارید غیرت ملتی را که برای بازگشت تنها وارث تاج و تخت ایران بسیار هزینه کرده است نیازمایید. دیگر درباره حدود اختیارات شاه که فرمودید آن را هیئت مؤسسان تعیین خواهند نمود چیزی نخواهیم گفت، زیرا بسیار بیمورد، بسیار غیر اصولی و بسیار دور از انتظار ملت ایران است. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب این چیزایی که من براشون پخش میکنم، به خدا من این دختر خانومی که الان این صدایی که رویشون بود آدم دیگه الان میترسه، میگم فردا میگه مثلا شاید مرد بودی، ولی به هر حال این صدایی که بخش من نمیشناسم چرا پخش میکنم؟ در کمال فحش داد، اتهام زد، در کمال ادب و احترام. چرا باید بلاک بشن؟ چرا باید فحاشی بهشون بشه؟ چرا باید به آقای طاهری فحاشی بشه؟ چرا ما باید فحش بخوریم؟ جرم ما چی بوده؟ گفتیم جاوید شاه. چیز دیگه گفتیم؟ منتها من مثل اونا نیستم که بخوان زر بزنن ساکت باشم، میزنم له و لوردتون میکنم. من جناب منام از این حرفا تو کتم نمیده. ما اومدم کشور نجات بدم، من اومدم انتقام خون شاهنشاه رو بگیرم. تعارف من بچه سربازم. اسامی رو بگی. تیرداد عزیز ما سوئد $50 دست شما درد نکنه، سپاس از لطفت. شکوفه عزیز $50 سپاس از لطف و محبتت. بانو آرزوان $50 سپاس از شما. بانو پروین $13 سپاس از شما. جاوید شاه رمز پیروزی $150 خیلی ازت سپاسگزارم. سرباز گارد جاویدان بلژیک $30 خیلی ازت شما هم سپاسگزارم.
عرض کنم آقا روبرت هم گفته روح شاهنشاه با میهن پرستان هست، حواسش هم به ما هست. دمت گرم روبرت، دقیقاً $100 از شیکاگو، دست درد نکنه روبرت جان، سرباز میهن. بعد مادر زنده یاد فرشاد عزیز اورنج کانتی، روانش شاد، روانش شاد، روانش شاد. لطف و محبت فرمودن به یاد فرشاد عزیز، $200. خیلی ازتون سپاسگزارم، روان فرشاد عزیزمونم شاد. نموندن که آزادی ایرانو ببینن. آقای مهندس عزیز، اینی که الان براتون پخش میکنم، باز من این آقایی که داره این حرفا رو میزنه نمیشناسم. حرفی که میزنه رو من نمیبینم کی داره، کی هست این، من میبینم چی داره میگه. نبین کی میگه، ببین چی میگه. ببین چی میگه. ای بی شرفای کمونیست، ای بی پدر و مادر که به اسم روشن فکر مملکت منو به این روز انداختید. ملت گوش کنید. بریم آقا مهندس عزیز. یک مسئله بنیادینی هست به اسم شرف. جلال پیش از سفر اروپا که میره، در خود کتاب میگه در فلان شب رسما خانوم بلند کردم از کف خیابون، یا رفتم فلان هلند با فلان آمستردام با فلان خانوم وارد رابطه شدم، 2 هفته با هم بودیم، 10 روز با هم رفتیم لندن، بعد دوباره برگشتیم. حتی به من گفت اگر بچه دار بشم یعنی چی؟ گفتم خب میام میگیرمت. به سیمین میگه برو سراغ یه مرد دیگه ای، که سیمین دانشور خیلی سرصدا میکنه، 3 ماه ظاهرا با جلال صحبت نمیکنه. علی شریعتی، جلال آل احمد، احمد شاملو، احسان تبری، ایرج اسکندری، جعفر پیشوری، همه اینا خب آخوندزادن، توده‌ای های بیوطن. تمام جریان چپ 100 و اندی ساله گذشته همه از جامعه روحانی بیرون اومدن. این جریان باید تمام ساختارش باز بشه و ما همه بخششو بشناسیم که دوباره تو چالش نیفتیم. اسد سنگی برگوری، این خیلی جالبه، این کتاب در سال 42 نوشته میشه. این چه سالی نشر پیدا میکنه؟ یعنی سال 60 بعد از انقلاب تازه ما اولین بارایی میبینیم که نشر پیدا میکنه. وقتی از طرفداران و نزدیکانش میپرسید چرا نشر پیدا نکرد، میگه فضا مساعد نبود که ما این رو نشر بدیم. یعنی اگر نقطه‌ای از شما پیدا بکنند، حتی اگر پیدا نکنن، دروغش رو درست میکنن. که خودش میگه چه ایرادی داشت صمد بهرنگی رو بگیم مثلا ترور اتفاق افتاد، یا غلامرضا تختی رو. دروغ مجازه. چگونه است که تبدیل غرق شدن صمد بهرنگی به ترور ساواک، تبدیل خودکشی آقای تختی به ترور ساواک مجاز اعلام میشه و وقتی بهش اعتراض میکنن میگه حالا عیبی نداره، مگه چی شده؟ همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم حداقل 50% مردم گمان میکنن که غلامرضا تختی با ترور ساواک کشته شده. چرا؟ چون فلان جا که مثلا محمد رضا شاه داشت مدال رو به گردن ایشون مینداخت، ایشون دلا نشد، دست ایشون رو نبوسید. یه تیکه از فیلم گذاشتن و کردن تو چشم و بعدش هم فهمیدیم نه ایشون هم کاملا سرش رو برده پایین. محمد رضا شاه پهلوی هم مدال طلا رو انداخته دور گردن ایشون. اصلا داستان‌هایی ساخته شد. این میتونم با ضرس قاطع بگم ها، خیلی از کسانی که مثلا در سن و سال من و به بالا هم هنوز بیش از 70%شون فکر میکنن که ساواک غلامرضا تختی رو به قتل رسوند. این که شما اصول رو به راحتی ابزار میکنید که به هدف برسید، کجای جهان اخلاقی این موضوع رو به شما مجوز میده؟ سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. به خدا من نمیشناسم، نمیدونم اصلا این کجاست، این آقا تو خارج داخل، من نمیشناسم، نمیخوام بشناسم، ولی در این چارچوب خدا پدر و مادرت رحمت کنه. آدم با اخلاق به این میگه. غلامرضا تختی رفت خودکشی کرد، ساواک کش. صمد بهرنگی عرق خورده بلدی شنا بکنه، افتاد تو چیز، ساواک کش. جلال آل احمق ساواک کش. شریعتی مورفینی بود، ساواک کش. هیچی، فقط مونده بود فردا پیاز فروش محل ما هم سکته بکنه، بغل الاغش بخوره زمین بگن ساواک کش. یارو پسره بی سواد، نفهم، بی شعور، ساواک گرفتی کردتی زندان، چرا ترانه خوندی؟ بابا یارو واسه دریا گرفتن، چرا دارین بردفلا میگی؟ کمونیستا تمام دانشگاه ها رو قبضه کردن، سینما رو قبضه کردن، تئاتر رو قبضه کردن.
که چیکار بکنن که کشور رو به این روز بندازن. ملت حواستون جمع باشه، ملت بیدار شید، ملت بیدار شید، بیدار شید، ملت بیدار شید، نجات بدید خودتون از دست کثافت اسلام و آخوند و شیعه و کمونیست و پوتین و روسیه و انگلیس. بیدار شید ملت. الان دسپول شلوغه، گرگان خبر دادن شلوغه، سبزوار شلوغ شده، شلوغه همه جا. ملت بیدار شید، حمایت بکنید. اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشیم. باریکلا به همه عزیزای من، آفرین، باریکلا. فردا همه عزیزای نازگل عزیز من و همه شما کوچولوها عزیزای من که این پیاما رو میذارید، باریکلا، آفرین به همتون، آفرین. تیرداد سوئد $50. سپاس آقا تیرداد گل، بانو شکوفه $50. سپاس از لطف و محبت شما بانو آرزو $50. خیلی سپاسگزارم. بانو پروین $13. سپاس از شما. جاوید شاه رمز پیروزی $150. سپاس از لطف و محبت شما. سرباز گارد جاویدانم از بلژیک $30. سپاس از لطف و محبت شما. عرض کنم مادر آقا فرشاد گل، روان شاد، روان شاد، اورنج کانتی $200. خیلی سپاسگزارم از شما. عرض کنم آقا روبرت هم از شیکاگو $100. دست آقا روبرت و همه بچه‌ها درد نکنه. با یک جهان سپاس از جناب سیاوش گرامی، بانو معناز و همه شما خانم آقایون تا آدینه، به امید خدا که در خدمتتون خواهیم بود. شاد و پیروز باشید. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه. دست درد نکنه. پیام چیزم خواهش کردم آقای سیاوش که پیام مردم که لطف کردید برای تلویزیون، کیفیت تلویزیون پخش بکنن، الان پخش خواهیم کرد. سپاس از شما. سپاس از شما آقای مهندس. پاینده ایران جاوید شاه. شما جناب احمدی، این تصویری که ما همیشه داریم، حتی این تکرار روز سه‌شنبه 26 آبان ماه که ما این تصویر رو داریم، تازه تکرارش اینه. هر ساعت ما همین هستیم، یک لحظه درست نیست، همش نویز داره. ساعتها اگر بشه ساعتها شاید. من از تهران زنگ میزنم، در ضمن من میگیم که بالانشین ها ما فرمانیه هستیم ولی واقعا داریم تلاش میکنیم برای آمدن شاهنشاهمون به ایران. تمام دیوارا رو جاوید شاه مینویسم. واقعا ما بالانشینام علاقه‌مندیم که شاهنشاهمون برگردن. بدرود، به امید بازگشت پادشاه جاوید شاه. درود جناب احمدی. ساعت 6:20 درود لرستان. عالیه عالیه عالی. جاوید شاه پاینده ایران. درود بر شما جناب استاد، پهلوان، قهرمان، تاج سر ما میان پرستان آقا رضا احمدی گل. آقا رضا امروز این پانسمانه شما رو ما دیدیم، خیلی ترسیدیم، خیلی. تو رو خدا مراقب خودتون باشین. امروز چهارشنبه است و کیفیت تصویرتون بسیار عالیه. ما از سنندج داریم برنامه شما رو دریافت میکنیم. پاینده ایران جاوید شاه.